آقا خیلی خوش اومدی، بالاخره قسمت شد که مرسی از اینکه دعوت کردی ما رو و قسمت اینو داشتیم که بشینیم با هم 4 کلمه صحبت کنیم. خیلی صحبت که زیاد میکنیم ولی آره صحبت اینجوری خیلی دوست داشتم حاجی. صحبتای دیشبم میتونستیم یه جوری اینجا ادامه بدیم. آره صحبتای خفنی خفن که به نتیجه گیری خاصی نرسیدیم. نه همین که به نظر من حالا ولی خیلی خوبه، مخصوصا برای کسایی که هنوز تو ایرانن، فکر میکنن برن اونجا خیلی قراره زندگیشون متحول بشه. من خودم مشکلی که دارم وقتی مثلا برگشتم سری پیش با این دفعه، میبینی همش حرفایی که میزنم و آدما باور نمیکنه. یعنی از اون ور وقتی میای میگی یه دیده مثلا انگار میخوام با دعوا کنه که نه تو رفتی مثلا الان داری اینجوری میگی. آره تو مثلا همه حالشون خوبه. آره نه که موردای موافقم نباشه، هست، ولی به نظر من مهاجرت یه سولوشنی نیست که برای همه جواب بده. میدونی یه گروهی از آدما هستن. بک‌گراند خودت هم بگو اول. بسم الله الرحمن الرحیم. من که مثلا فکر نکنم پچولی. نه نه میگه مثلا یه آدم پچول که ناموفق شده چیز عجیبی نیست، ولی پچول نبودی تو. آکادمی واقعا دوست نداشتم، تحصیلات آکادمی. دانشگاه آزاد رفتم، خیلی مثلا برام چیز نبوده. بیشتر کار تجربی و کار تیمی رو دوست داشتم. یعنی دانشگاه رو اصلا جای خفنی هم قبول نشدم. دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بودم، ولی خوبیش این بودش که چون دانشگاه آزاد فشار درسی همچین سنگینی نداره، تو برای اینکه درساتو بیفتی مثلا استرسی نداری. مثلا حذف ماده 35 بچه‌ای که دانشگاه آزاد هستن میدونن هست. یعنی تو اگه نمرت زیر 10 اصلا اون درس حذف میشه، انگار برش نداشتی، مشکلی نه تو معدلت میذاره نه چیزی. یه فرصتی اضافه تر بود که بتونم خودم برم مثلا اون چیزی که دوست دارم و برم دنبالش. قبلش تصورم این بود که دانشگاه خوبه که آدم میره اگه رشته‌ای که دوست داره رو انتخاب میکنه قراره همه درس‌ها مرتبط باشه. بعد رفتم دیدم نصف این درس‌ها به درد نمیخوره. یعنی من چیزی که داریم یاد میگیریم جایی به دردم نمیخوره. بعد یه ترم دو ترم دیدم چیزی نداره، خودم رفتم مثلا مجتمع فنی ثبت نام کردم برنامه‌نویسی و اونجا شروع کردم. بعد دیدم اونجا قشنگ آماده میکنن آدمو برای صنعت، برای اینکه وارد بازار کار بتونی بشی. چیزی چرت اضافه تر الکی بهت یاد نمیدن. هر چی که بهت یاد میدن مناسب ورود به بازار کاره، نه اضافه تر نه کمتر. و بعد اینکه کلاسام تموم شد، از همون استادی که اونجا داشتیم، اتفاقا امروز هم رفتیم دیدیمش، همون معرفیمون کرد و کم کم وارد بازار کار شدیم و چند جا رفتیم کار کردیم و تجربه کسب کردیم و اینا. از اولش که اصلا من پشتیبان بودم، یعنی یه ماه یه جا کار پشتیبانی می‌کردم، مثلا باید کاستومر ساپورت. نه پشتیبانی برنامه‌نویسی بود. اینجوری بود که دو مدل پشتیبانی داره. یه دونه کاستومر ساپورت که تو مثلا زنگ میزنن رو مشکل خوردن با اون سرویس، تو باید مثلا چیز کنی. اون نه. یه دونه حالت دیگه داره که تو مثلا دیتابیس دستته، یه اپلیکیشنی مثلا داره توسعه پیدا میکنه، تو باید دیتاهای بیسیک ساده رو دیتا انتری کنی توی دیتابیس، مثلا ببینی کجا مشکل داره اسم جدول، چون پروژه مثلا بزرگه، تعداد جدول زیاده، مثلا تو باید اینا رو در بیاری بدی به دیولپرها، گزارش بدی، اونا اوکی بکنن. یا تیبلی اگه دیتا نداره، مثلا یه تیبل هست نام استان‌ها، نام شهرها و اینا که مثلا تو دراپ داون انتخاب می‌کنی، اینا باید دیتا انتری بشه، زیاده، مثلا 500 تا شهر، نمیدونم یه تعداد زیادی. اینا باید اسکریپتش نوشته بشه، آماده بشه که هر وقت دیولپر خواست اینا دیتا انتری بشه تو دیتابیس، اونا بتونن تستاشون رو که انجام میدن دیتابیس دیتا داشته باشه. مثلا یه ماه این کارو می‌کردم و اینا. بعدش از اونجا از اون شرکت اومدیم بیرون، رفتیم یه جای دیگه که اونجا کارآموز برنامه‌نویسی بودم، پول نمی‌گرفتم، کارآموز بودم 3 ماه تابستونو تا مثلا اوایل مهر. از اونجا رفتیم یه شرکت دیگه که دیگه از اونجا شروع این بود که من دیگه به عنوان یه برنامه‌نویسی که مثلا باز اونجا یه ماه آزمایشی رفتم، به عنوان یه برنامه‌نویسی که دیگه بلده پول حقوق می‌گرفتم و دیگه کارمو شروع کردم. بعد 6 ماه هم که اونجا بودیم، شرکت یه پروژه جدید گرفتش که منو به عنوان مثلا مدیر پروژهش انتخاب کردن و حالا اونجا مثلا میگفتن پراجکت منتور، مثلا سی تی او یه نفر بود، تو منتور بودی، تو دست تو بود همه چی، ولی باید گزارش میدادی به سی تی او و تو جلسات باید میبودی و مثلا همه اینا. که یه مدت هم اونجا بودیم، یه سال خورده ای. بعد دیگه از اونجا دیگه کم کم تصمیم مهاجرت شروع شد. دلیل اصلیش هم برای من یه ذره این بودش که مثلا اون تایم من یادم اوایلش که شروع می‌کردم مثلا 2 خورده میگرفتن، 2400 فکر کنم میگرفتن. وزارت کار اون موقع چقدر بود؟ همه هول و هوش بود دیگه، سال 98 که دیگه اول وزارت کار فکر کنم 1.5 بود. آره مثلا من 2400 میگرفتم، 1200 1200
بعد 2 برابر وزارت کار، یعنی آره. انگاری معادل تقریبا 24-5 تومن هست. آره. بعد مثلا کارمون هم اینجوری بود که منم خودم مثلا یه دانش اولیه‌ای داشتم، ولی خب پروژه تو پروژه وقتی هستی هی بر اساس پروژه تو باید یاد بگیری. به علاوه که اونجا هم یه فورسی داشت روی زبان انگلیسی که مثلا چون شرکت مثلا کلاینت‌های خارجی مثلا داشت و اصلا اصرار داشتن که جلسات مدیریتی اونایی که گزارشه همه به انگلیسی باشه، مثلا یه فورسی شرکت گذاشت که آقا تو شرکت انگلیسی صحبت کنین، کسی هم اگه بلد نیست مثلا کلاس زبان بره خود شرکت ساپورت میکنه و فلان از این حرفا، که کرارشون کارو میکردم. دانشگاه میرفتم و اینا همه اینا با هم بودی صحبت کرده بودم، مثلا یه روزم میرفتم دانشگاه و زیر فشار مثلا خوبی که مثلا داشتم کار میکردم و یا به خودم اومدم مثلا دیدم راننده اسنپ 12 میلیون میگیره اون موقع، زمانی که تو داشتی 2 تومن آره. میگرفتی بعد- خیلی اسنپ انقدر پول میداده. آره دیگه مثلا 10-12 تومن مثلا اون موقع بود، یه با 12 تومن الان- مثلا پرفشارش بود، مثلا یارو دیگه مثلا صبح تا شب کار کنه و اینا، حالا از 7-8 تومن بود تا تو ماشین فکر کنم سکس میکرده مثلا. آره دیگه الان من اتفاقا چون الان فکر کنم 25-6 تومن. آره اگه فول تایم کار کنی 12 ساعت هفته 6 روز، من با یه اسنپ صحبت میکردم همین هفته پیش گفت بین 25 تا 30، اونجا دیگه یعنی یه 2 ذره- برابر وزارت کار. البته داری ماشینت هم مستهلک میکنی، اینا آره هست دیگه. دیگه. یه سری هزینه‌ها همون هم کم خیلی میشه هزینه ها رو ازم. حساب نمیکنن و میگه بنزینمو کم میکنم، روغنمو کم میکنم، آره. ولی اون موتوری که مثلا 3 سال بالاخره. 4 سال یه بار مستهلک میشه حساب نمیشه، دیسکا حساب نمیشه، معمولا اون لوازم جانبی که عمرشون 3-4 ساله نمیاد، ولی اونا رو کم بکنی یه چیزی میشه اینا اون وزارت. آره من خودم اینی که مثلا دیدم و یه ذره اینجوری شدم که بابا ما مثلا داریم کار مهندسی میکنیم، کار تو سطح بالا میکنیم، کاری میکنیم که آدمای عادی نمیتونن انجام بدن، نه که کار چیزی باشه. ولی خب یه آموزشی دیدیم که داریم این کارو انجام میدیم، تازه من نیوکامرشم، من تازه در شروعم، ولی مثلا آمار داشتی اون موقع بچه دیجی کالا چقدر میگرفتن تو همین نه پوزیشن؟ زیاد مثلا اینجوری نبودم که تو دوست داشتم تو شرکت بزرگ کار کنم، ولی میدونستم الان وقتش نیست، الان که اولشی باید یه سابقه کاری جمع بکنی و اینا بری. همیشه هم چالشم بود بین اینکه تصمیم بگیرم آقا من عضو کوچکی از یه مجموعه بزرگ باشم یا یه عضو بزرگی از یه مجموعه کوچیک و هر کدوم چه مزایا و معایبی برای من داره تو اون سطحی که هستم. الانم چالشم هست، یعنی الانم همیشه تو ذهنم اینجوریم که کاش فرصت اینو داشتم که توی شرکت بزرگ کار کنم ببینم چه جوریه. واقعا توی مثلا یه جایی مثل دیجیکالا برنامه‌نویس بودن چه جوریه، یا مثلا تو اسنپ مثلا باشی چه جوریه، مستقیم یه پروداکتی که زیر دست مشتری داره، یوزر فعال داره کار میکنه، واقعا حسش چه جوریه، یا از 0 تا 100 این پروسه چه جوری. همیشه تو پروژه‌های نیمه استارتاپی بودم که می‌خواست یه پروداکت جدیدی تولید بشه که هیچ وقتم متاسفانه حالا از شانس من یا خوشبختانه نمیدونم نرسید به اون مرحله. یعنی همیشه تو تست مثلا رسیده بود به تستای اولیه، یه دونه مثلا ای کامرسی داشتیم مینوشتیم، اون مثلا یه ذره رسید به یه تستای مثلا تستای داخلی خود شرکت رسید، ولی باز اونم به خاطر مثلا مشکلات مدیریتی نشد که لانچ بشه. اون یکی پروژه دیگه هم که داشتن یه پروژه خیلی بزرگی بود که اصلا اون شرکت در حد و اندازه انجام اون به نظر من نبود. ERP ها آره دیگه ERP ها تقریبا 90% فیل میکنه. آره و دقیقا مشکلی که مثلا من تو خب اون آخه تایم الان تو داری میگی من دیدم اسنپ تقریبا داره 4-5 برابر من پول در میاره، حالا الان مثلا اینجوری نیست، حالا شاید اون موقع اونجوری بوده، ولی الان انجینیر دیجیکالا ماهی 70-80 تومن میگیره، تازه لول مثلا دوش که مثلا 2 لول هم باز میتونه پروموت بشه. بعد این باعث شد که بگی خب من دارم انگاری وقت سوزی دارم میکنم برم از ایران. نه مثلا این مسئله بود، مسئله مالی بود. ببین من چیزی که می‌خواستم این بود که من به عنوان مهندسی که دارم این تلاشو میکنم و این مهارتایی که دارم باید بیشتر از این باشه این درآمده. خب و نگاه کردم دیدم مثلا یه لول بالاتر من شد داره 5 تومن میگیره، و دیدم خب باز فلان، باز دوباره یه لول بالاتر مثلا زن نشستم با خودم فکر کردم و حالا یه بک‌گراندی از اون ورداری که مثلا آره اونجا مهندس باشی درآمد هزینه‌ها میخونه و واقعا میخونه، این دروغ نیست، واقعا تو اونجا مینیمم ویج بهت یه زندگی بدون استرس و راحت رو میده، یعنی اینو اصلا نمیشه انکار کرد. واقعا خیلی هم به خاطر همین مهاجرت میکنن، به خاطر اینکه واقعا طرف نمیتونه استرس این که باشه من 20 میلیون مثلا حقوق دارم، اجاره خونم مثلا 15 میلیونه 16 میلیونه، یه مبلغ کوچیکی میمونه که باید با این منیج بکنم و فلان، نه خیلی وقتا به مثلا نمیرسه. ولی اونجا اینطوری نیست، اونجا واقعا میخونه،
یعنی هر چقدر هزار تا چیز داشته باشه این کارگری ساده، کارگر هزینه‌هات ساده کاور مینیمم می‌کنه وج کامل. هزینه‌ات کامل کاور میکنه. یه چیزی هم تازه برات میمونه بخوای خریدی بکنی، بعد دسترسی داری به بهترین برندها، به سرویس‌های مختلف، چه آنلاین حالا چه آفلاین، هر چیزی دسترسی داری، کانکتی به دنیا. یه بلیت میتونی بگیری مثلا با همون حقوقتو جمع بکنی، مثلا 6 ماه میتونی یه سفر 2 هفته‌ای یه هفته‌ای بری اروپا، یه کشوری اروپایی رو مثلا ببین، بری نمیدونم ترکیه بری مثلا، حالا نمیگم پادشاهی کنی، مثلا شاید یه ذره کلمش چیز باشه، ولی واقعا بری و ببینی. یعنی من حالا اونجا تجربه کار جنرال داشتم و آدمایی که همه مثلا طرف 50 سالشه 40 سالشه و از اول تو همون کار انبار بوده و مینیمم ویج میگرفته، حالا استخدام شده یه ذره رفته بالاتر، مثلا 1600 پوند شده 2000 پوند شده 2100. ولی صحبت میکنه از سفرهایی که رفته، میگه من رفتم مراکش رو دیدم، رفتم ترکیه رو دیدم، اروپا که اصلا براشون چیزی نیست واقعا. مثلا هزینه های بلیط‌ها رو میبینی باورت نمیشه که یه بلیط قطار به لندن مثلا 30 پوند 35 پوند، بلیط رفت و برگشت هواپیمای اسپانیا هم 35 34 پوند. یعنی از شهر شما بیرمینگام تا آره. لندن 35 پونده، بری هواپیما تا اسپانیا از برمینگام 34 پوند. نه مثلا. بابا تازه ارزون‌تر هم میشه، مثلا به هلند مثلا فکر کنم یه 16 پوند من یادمه دیدم، اون فکر کنم یه طرفه بود، ولی مثلا 16 پوند بری سوارش یه ساعت بعد هلند پیاده میشی. می‌بینی اینا واقعا چیزای خوبه و جذابه برای کسی که، برای ما که تو ایران بودیم خارج نشدیم، ارزش پولمون یه جوری بوده که نمیتونستی، وقتی تو میری و اینا رو به دست میاری برای جذابه. خیلیا میان و به همون مینیمم ویج راضی ان، بخاطر اینکه استرس ندارن، بخاطر اینکه بچه‌هاشون دارن رایگان تا مقطع مثلا دبیرستان تحصیل میکنن، شرایط استیبل فلانه و خوبه واقعا، مثلا یه استرست حداقل کم میشه. بعد حالا از اینجا شروع میشه، از اینکه تو اگه بیشتر میخوای، اگه جاه طلبیت بیشتره، اگه واقعا بیشتر از این میخوای، دیگه به خودت ربط داره که بخوای بری چیز جدید یاد بگیری، بری رشد بکنی، بری بالاتر، بری تو سطح بالاتری بخوای قرار بگیری، دیگه انتخاب خودته. ولی اون مینیمم رو همه دارن و خیلی هم واقعا اصلا نمیرن به اون سمت. میبینی وقتی که اتفاقا امروز صحبتش بود با همون استادمون، میگفت وقتی که رفاه وجود داره و اونا طرز فکرشون اینجوری، ما توی کشور مثلا تو خاورمیانه این با طرز فکر تورم و فلان و اینا و همش دنبال اینیم که مثلا رشد کنیم بهتر شیم و اینا، وقتی تو اونجا مثلا ان سال بوده که کشور توی وضعیت استیبل بوده از هر لحاظی، خب تو اصلا لزومی نمیبینی برای اینکه بخوای کار خاصی بکنی، مگر اینکه واقعا روحیه و شخصیت خودت باشه که بخوای رشد بکنی، بخوای کاری بکنی، بخوای مفید باشی، فعال باشی یا هر چیز دیگه. وگرنه اوضاع زندگی و رفاه برای همه وجود داره و دقیقاً اون چیزیه که همه به خاطرش به نظر من دوست دارن مهاجرت بکنن، به خاطر اینکه برای شروع بیایم اول استرس رو کم کنیم، بعد حالا فکر کنیم ببینیم که چیکار می‌خوایم بکنیم، مثلا دوست داریم بیشتر بریم یا می‌بینیم همین خوبه، من با همون کاره دارم ماشینمو می‌خرم، خونه‌مو می‌خرم، مشکلی ندارم واقعا، مثلا چرا بیام به خودم الکی فشار بیارم. خب پس با این تفاصیل تو الان یه شغلی داری که هزینه‌هاتو کاور میکنه، یه پولی هم برای تفریحت میذاره، یه استابیلیتی هم داری، به نتورک جهانی وصلی، به برنده خوب دسترسی داری. الان راضی هستی از این بنفیت هایی که گرفتی؟ یعنی برات سبک سنگین بکنی جمیعاً در مجموع راضی هستی یا ناراضی هستی؟ خب یه سری از این فاکتورها واقعا جزء چیزای من بود، یعنی جزء معیاران بود برای مهاجرت که مثلا دوست داشتم، من عاشق برند نایکم، مثلا واقعا دوست داشتم از اینکه هر چیزی که می‌خواستم سفارش می‌دادم میآوردم دم در خونم، یا میرفتم می‌خریدم، یا اوتلت‌های خفنی بود که میرفتم می‌دیدم می‌خریدم و این حالم خوب که، ولی بعد از یه تایمی که میگذره واقعا برات عادی میشه. یعنی روز اول مثلا سیم کارتو می‌ذاری تو گوشیت، اون بالا می‌نویسه 5G، وای اسکرین شات بگی بفرست، وای ما 5G داریم چقدر باحاله. از این تایم بعد عادی میشه، میری دانشگاه، همه کلاس‌ها کامپیوتر دارن، اینترنت پرسرعت فلان، یا جذاب واقعا، ولی عادی میشه، فیلترینگ وجود نداره، باحال خیلی، همه چی دسترسی داری، کارت بانکیت همه جای دنیا فعاله، میتونی خرید بکنی، از آمریکا برات میارن، از فلان جا برات میارن، خیلی جذاب. ولی بعد یه مدت این ارزشایی که برات خودت ساختی و قبلا برات به دست آوردنش سخت بوده عادی میشه و تو میرسی، برای خود من میرسی به این جایی که خب حالا چی، یعنی حالا الان به اینا رسیدی، حالا برنامه برای بعد از اینا چی بوده؟ خب و اونجا بودش که من به این فکر افتادم که خب الان به اینایی که می‌خواستی برای مهاجرتت رسیدی، ولی با این وضعیت آیا وضعیت خودت رو دوست داری؟ و من واقعا وضعیت خودم رو دوست نداشتم و دوست ندارم همین الانم که توش هستم. خب دارم سعی می‌کنم ازش خارج بشم، ولی مثلا من پول داشتم در میآوردم، من مینیمم ویج رو داشتم میگرفتم، ولی از کاری که دوست داشتم اینو در نمیآوردم، با اینکه یه سری چیزایی که دوست داشتم رو داشت بهم میداد،
خیلی الان تو ایران با همین وضعیت کار میکنن، کاریو میکنن که دوست ندارن ولی با پولش که در میارن میرن کارایی میکنن که دوست دارن. خب ولی من با خودم گفتم من قراره کاریو بکنم که کل بیشتر تایم روزمو درگیرشم و دوستشم ندارم و در نتیجه حال من در بیشتر زمانهای روزم خوب نیست و دلخوشم به اون آخر هفته‌ای که قرار اون پوله رو بردارم ببرم خرج بکنم، حالا برای خودم یه چیزی بخرم که دوست دارم. بعد دیدم خب نه، این انتخاب من نیست. من دوست دارم کاریو بکنم که دوست دارم واقعا و الانم همش در حال اینم که خب چرا اونجا کاری نمی‌کنی که دوست داری؟ خب یه مشکلی که وجود داره اینه که حالا بازار کاری واقعا یه چیز خیلی بدی که هست اینجا تو ایران، همه فکر میکنن که الان اگه بیان اونجا و درسشون حالا تموم شه یا هر چیزی کار براشون ریخته. خب و حالا شاید قبل از کرونا یا قبل از اتفاقای جنگ مثلا اوکراین و فلان، قبل از اون واقعا یه ذره اینجوری بود، یه درصد کمی، ولی الان اصلا اینجوری نیست. یعنی من اینو خودم تجربه کردم، علی که با من هست با هم دیگه دوست صمیمی مهاجرت کردیم تجربه کرده، خودمون رفتیم دیدیم دیگه، حرف نیست، تبلیغ الکی نیست، سودی هم برای ما نداره که رفتیم اونجا. تازه مایی که مثلا منی که سابقه کاری داشتم اینجا ایران، منی که کار بلد بودم فقط مدرک جمع نکرده بودم پشت سر هم دیگه، میری اپلای میکنی و هی ریجکتت میکنن، یه سری اصلا جواب، یه تعداد عمده‌ای که جوابتون نمیدن، یه سری تعدادی ریجکت میکنن. چرا ریجکت کردن؟ همشون برای همین دیولپری بود. آره همشون برای همون پوزیشن دیولپری، حتی نیوکامر، حتی پوزیشن اول مثلا کارآموز، حتی اصلا جواب نمیدادن. اونایی که ریجکت میکردن دلیلش رو هیچکی بهت نمیگفت که آقا مثلا الان چرا من ریجکت کردی، مشکل ویزا، مشکل نشنالیتی، مشکل چه میدونم هر چیزی که هست. بیا بگم من مشکلم چیه، حداقل برم مشکلمو رفع بکنم، بیام دوباره اپلای بکنم. بعد یه ذره که دیدیم همه اطرافیانمون، دوستامون، ایرانیایی که مثلا اونجا هستن یا هر کسی غیر از ایرانی هستن، به ایرانی بودن ربطی نداره، دوستای دیگه‌مون مصری بودن مثلا الجزایری فلان، اینا همه تازه اونا مثلا رشته‌شون رو عوض کرده بودن، یه رشته دیگه اومده بودن کامپیوتر مثلا، و دیدیم اونا هم با چالش پیدا کردن کار مواجهن. بعد یه ذره تحقیق کردیم دیدیم آره الان مثلا انگلیس از بعد از کرونا و حالا جداییشون از اتحادیه اروپا دچار یه رکودی شده و اینا دارن اینو مدیریت میکنن و شغل نیست، کار حتی کار جنرال هم به اون صورت نیست. حالا اون تایمی هم ما که داشتیم میگشتیم آخر سال مالیشون بود، اینا مثلا تو اپریل سال مالیشون، و من خودم یه تعداد زیادی اپلای کردم، نزدیک 300 400 تا اکسلاش هم هست که قشنگ مینوشتم هر شرکتی کجا کدوم شهرهای مختلف، حتی تو اسکاتلند اون بالا مالات اون یخ و مخ و فلان اینا، و جواب نمیدادن یا ریجکت میکردن و اصلا اعصابت خورد میشه. چرا از اون 300 400 تا صفر آفر؟ آره فکر کنم دو تا اینترویو گرفتم یا یه دونه یا دو تا اینترویو رفتم که مثلا اینترویو شرکتایی که بودن از این شرکتای کوچیک استارتاپی زیر 10 نفر بودن، یکیشون توی ولز بود، یه دونه دیگه شون نمیدونم کجا بود، که ما اینترویو رفتم و اینا گفت بهتون خبر میدیم و اینا، و خبری ندادن. و ما هم دیگه پولمون مثلا حساب کرده بودیم که یه سال درس میخونیم، بعدش مثلا بعد یه تایمی مثلا 6 ماهه بعد کار پیدا میکنیم میریم سر کار میشرخه، و این پیش بینیمون درست از آب در نیومده بود و پولمون هم داشت تموم شده بود و مجبور بودیم بریم کار بکنیم که چیز بکنیم، یعنی پول در بیاریم فعلا بگذره تا بعد ببینیم چی میشه. که دیگه اقدام کردیم برای کار جنرال و اینا، که مثلا کار انبار یا کار توی مثلا یه رستورانی، مثلا ویتر یا مثلا تو آشپزخونه یا هر جای دیگه، کار جنرال، کاری که احتیاج به تخصص خاصی نداره، هر چیزی هم باشه چیز کوچیکیه که با یه آموزش مثلا حل میشه. و شروع کردیم به انجام اون کار. بعد یه مدت که مثلا یه ذره بدهیامون حالا صبح خود بدهیامو صاف کردم و اینا، دیگه شروع کردم مثلا کاری که خودم دوست دارم، مثلا 8 ساعت صبح میرفتم سر کار میومدم، بعد شروع میکردم مثلا کارهای خودم و پروژه خودم رو چیز میکردم، مثلا انجام میدادم یا یه ذره کد میزدم که مثلا فاصله نگیرم از اون فضای مثلا تکنیکال و اینا. اون وسط مثلا با یکی از دوستام تو کانادا مثلا مچ شدیم و اون مثلا یه پروژه گفتی انجام بدیم و اینا، که اونم به دلار کانادا بود، باز اونقدی اینکام که مثلا هزینه‌های من خیلی کاور کنه بود، ولی باز یه کمکی بود که در کنارش هم آدم بتونه مثلا کانکت باشه به کار خودش و همین که بتونه مثلا یه کد بزنی دیگه، مثلا نری تو اون فازی که من الان یه کارگرم و خیلی بهت فشار میاره اینکه تو فوق لیسانس داشته باشی، تو 10 تا زبان برنامه‌نویسی بلد باشی، زبان انگلیسی بلد باشی، مثلا واقعا یه سری اسکیلایی داشته باشی که هر کسی نداره و
اون کارو بکنی که هر کسی میتونه انجام بده. می‌دونی یه ذره این از لحاظ روانی به آدم فشار میاره واقعا. و الان هم تو این مسیر هستیم که بهترش بکنیم دیگه. حالا یه فرصت 2 ساله مثلا پیدا کردن کار هست که یا باید مثلا یه کار 5 ساله اسپانسر دار پیدا بکنی که بتونی بمونی، یا اینکه حالا روش‌های دیگه مثلا استارتاپ و یا چیزای دیگه که برایندش. ولی ناراضی هستی الان از وضعیتی که الان دارم؟ ناراضیم، میخوام بهترش بکنم و دارم تلاش میکنم که بهترش بکنم. حالا یه بخشش مثلا دست خودمه، من شاید مثلا اونقدی مثلا خیلی گسترده اپلای نکردم یا مثلا هر چیز دیگه‌ای. یه بخشش اون شرایط بدی که یا اون تایم بدی بوده که مثلا ما این کارو داشتیم می‌کردیم برای جاب مثلا اقدام می‌کردیم. یه بخشی یه رزومه‌ای مثلا من دارم که میگم پروژهش یه آوتکامی نداره که تو مثلا که یه کسی نشون بده بگی این تو رزومه منه، بگی خب کو ببینم مثلا خروجیشو، چون همه چی اپلیکیشن‌های بزرگ سازمانی بوده که به پابلیش نرسیده، مثلا یا داخل سازمانی بوده یا پابلیش نشده عمومی. مثلا می‌بینیم همون بحث اسنپ که میگم مثلا اگه تو اسنپ کار می‌کنی، میگی من تو اسنپ کار می‌کنم، این اسنپ برو سرچ کن اسنپ ببین اسنپ چیه مثلا تو کشور من. اینطوریه. دلیلش فکر می‌کنم اینه. خودم هم یه ذره حالا اپلایام خیلی گسترده یه تایمی بعد نبود، بخاطر اینکه فرصت مثلا دیگه اپلای زیاد نداشتی و اپلای که می‌کنی مثلا تایم اینترویو بعد مشخص شد، بعد یه تایمای خاصی مثلا یه تایمای من شیفت صبح بودم نمیتونستم اون تایم اپلای بکنم، بعد تو دیگه مثلا عصرا نمیتونی اپلای بکنی، مثلا اون تایم خود تو اون صبح اگه اپلای بکنی بهتره. همون موقع مثلا خیلیشون همون موقع به ایمیل میزنن که تو سریع بری فرمو پر کنی یا یه اسسمنتی پر بکنی، مثلا همون موقع خیلیشون مثلا یه سری تستای روانشناسی دارن مثلا فلان داره، تا همون موقع بعد بری بزنی، یا مثلا یه جا رو میخوای اپلای کنی یه ساعت داری فرم پر بکنی، یه سری سوالای تکراری و همشون هی میپرسن و مثلا یه سری فرمای بزرگی رو بعد پر بکنی و اینا. یه ذره از وقتی کار جنرال گرفتم فرآیند اپلای هم مثلا ضعیف شد. بعد یه تایمی به بعد مثلا به این رسیدم که این زندگی روتینه که مثلا تو صبح میری سر کار تا عصری برمیگردی دوباره فردا همینه و اینا، به خودم گفتم تو اگه کار تخصصی هم بگیری مثلا فرض کن همینه، همین روتینه رو داره با یه حقوق بالاتر، ولی باز تو کارمندی، باز تو مثلا همین روتینه رو داری، چالش خیلی بزرگی به خصوص تو شرکت‌های بزرگ قرار نی بهش بخوری. میدونی یعنی مثلا ما صحبت می‌کردیم با کسی که تو فیسبوک کار می‌کرده فلان و اینا، رفتیم اونجا مثلا طرف داشت صحبت می‌کرد میگفتش که تو فکر می‌کنی داری تو فیسبوک یه کار شاقی می‌کنی، بعد اتفاقا از اولش هم که میری اینا هی تو رو پر می‌کنن از اینکه وای تو فیسبوکی تو داری دنیا رو به هم دیگه وصل می‌کنی، تو داری فلان کارو می‌کنی، ولی تو مسئول یه قسمت خیلی کوچیکی از یه سرویسی که داری یه کار روتینی و ساده انجام میدی و دلت خوشه که داری تو فیسبوک کار میکنی. نمیگم مزایای خیلی خفنی هم داره، حقوق خیلی خفنی هم داره، ولی تو اگه واقعا آدم اهل رشدی باشی اونجا فرسودت میکنی. با اینکه اسمش فیسبوکه، کمی نیست واقعا، شرکت کمی نیست یا هر شرکت دیگه، هر شرکت بزرگ دیگه. برای همین به خودم گفتم که شاید این مسیر اصلا برای تو نیست، مسیر کارمندی، مسیر روتینه کسل کننده، میدونی. برای همین تصمیم گرفتم که مثلا سویچ بکنم روی این فرایند مثلا استارتاپی و اینا و یه مسیر ویزایی که مثلا وجود داره براش. و مثلا حسم این بود، مثلا یه جمله‌ای که دیدم خیلی باش حال کردم این بود که ببین اگه تو احتمال شکست تو هر کاری هست، برو تو اون چیزی شکست بخور که حداقل دوستش داری، میدونی، پس فردا دلت نسوزه. می‌بینی میگه حداقل کاریو دوست داشتم که کردم، یعنی کاریو اینجوری که تو میگی آخه بردنش هم همچین بردنی نیست. تو اگه تو کارمندی با یه حقوق خوبم بخوای یه توی شرکت کار بکنی مثل فیسبوک یا گوگل یا اوبر و اینا، بازم پولدار نمیشی، درسته؟ نه دیگه، اصلا کلا اروپا سیستمش اینجوریه که یه اصطلاحی هست میگن یه سقف شیشه‌ای وجود داره، اینه که تلاش دولت اینه که مردم و همشون رو توی سطح متوسطی نگه داره. به اون متوسط خیلی خوبه ها در مقایسه با ایران، متوسطی که تو به همه امکانات دسترسی داری، دخل و خرج میخونه، به همه چی دسترسی داری، سفر، همه چی، یه زندگی چیزی که نرماله. حتی میگم واقعا برای اونا، برای ما خیلی چیز خفنیه، ولی همون متوسطه رو همه رو سعی میکنن توش نگه دارن. تو حقوقت بره بالا، مالیاتت میره بالا، تا 8 جا ازت مالیات میگیرن. مالیات رو خونت داری، مالیات روی جنسی که میخری داری، مالیات روی درآمدت داری و این مالیات به صورت پله‌ای میره بالا. یعنی همون بحثی که مثلا یارو فکر میکنه میگه من الان تلاشمو بیشتر کنم حقوقمو ببرم بالا، مالیاتم هم میره بالا، من 2 برابر دارم کار میکنم ولی حقوقم 2 برابر نمیشه. یعنی منطقی نیست. برای همین خیلی‌ها نمیکنن.
این سیستم مالیاتی هی جلوتو میگیره، هی یه سری اتفاقا که باز نگاه میکنی تو خیلی هم داری تلاش میکنی ولی از جای قبلیت خیلی هم نرفتی بالا اون قدری که تلاش کردی. اگه داری 3 برابر تلاش میکنی 3 برابر همه چی بهتر نشده. یعنی و این آدمو فرسوده میکنه. یعنی اون سبک زندگیه. یعنی تو میگی خونه‌مو میخرم، کار کنم خونه‌مو میخرم، خونه‌تو که یه جا نمیخری، خونه‌تو داری مورگیج میکنی میخری. یه بخشیشو 5%، 10%، 20%شو نقدی میدی، بقیه‌شو داری بعد 10 سال 20 سال قسط بدی. شوخی نداره 20 سال قسط دادن. چون تو هر چی هم بخری اون آیتمه برات تکراری میشه ولی قسطش برات تکراری نمیشه. اونو باید بدی. یعنی ماشین خفنم سوار میشه، ماشین بعد 6 ماه برات عادی میشه ولی قسطش برات عادی نمیشه. قسطی که باید چه میدونم 3 سال 4 سال بدی یا برای هر چیز. پس اینایی که مثلا تو اونجا زندگی میکنن و پولدار میشن معمولا از چه طریقی پولدار میشن؟ به نظر من همین سیستم استارتاپ و سیستم سرمایه‌داری و ایناست. یعنی تو مثلا اول یه سری راههای مالیاتی وجود داره که مثلا تو میتونی با وکیل گرفتن یه سری مالیات‌ها رو ندی. ولی خب مثلا یه سری قانونا داره دیگه. مثلا تو اگه شرکت ثبت کنی، ماشینی که مثلا می‌خری، حالا من اطلاعات دقیق ندارم، شنیده‌ام، اگه مثلا شرکت ثبت کنی، شرکت و ماشین رو برای شرکت بخری، تو دیگه مالیات رو ماشین رو مثلا نمیدی مثلا. یا چه میدونم تو مثلا یه چیزایی به عنوان درآمد داشته باشی که اینا مالیات نداشته باشی. مثلا اگر اون درآمدت یا اون دارایی که داری مثلا اگر غیر ملموس باشه مالیات نداره مثلا، شاید مثلا این چیزایی که اینجوریه و این باعث میشه که خب تو یه سری سرمایه ها داشته باشی که برات سودآور هست ولی روش مالیات نمیدی و بعد تو هی رشد میکنی، بزرگ میشی و فلان. ببین کلا سیستم اینجوریه دیگه. وقتی که وارد فاز سرمایه داری میشی دیگه انگار بازی برات برعکس میشه. انگار بازی برات دقیقاً برعکس میشه. تو تا وقتی کارمندی هی داری پول میدی به اسم اینکه داری یه سرویسی میگیری. سرویس هم خوبه، اوکیه، واقعا گلایه و شکایتی ازش نیست. ولی به محض اینکه وارد فاز سرمایه داری میشی و وارد اینکه یه سری کارهای مالی مثلا باحالی بکنی که برات پولت برات پول بسازه، انگار از مالیات معاف میشی. نمیدونم یه سری اتفاقا برات میفته که یهو ناخودآگاه همون مالیات اگه فقط صفر بشه یهو تو یه جهش مثلا 40% جلوی دیگه، 45% بالا 100,000 تا 45. آره. یعنی فوتبالیستا این کارو میکنن. مثلا طرف چه میدونم قراردادش 20 میلیون پوند، 30 میلیون پونده، 45% رو میخواد بده، نزدیک چه میدونم 10-12 میلیون، 13 میلیونش رو فقط میده بره. یعنی از 30 میلیون اگه حساب کنی خیلیه. اون داره خیلی میدیم. این همه خبر میاد که مثلا فلان فوتبالیست فرار مالیاتی کرده، فلان کرده، بیسار کرده. خود میگه برای اونا زور داره بده. چه پولو بدی برای چی؟ چه سرویسیه که 13 میلیون پوند میارزه که تو داری به من میدی؟ یعنی پس در کل از اینکه رفتی الان اگر میخواستی تصمیم بگیری برمیگشتی به 2 سال پیش که داشتی تصمیم میگرفتی و اینا، مهاجرت رو الان با دانش الان انتخاب میکردی یا نه؟ با دانش الانم ببین آخه یه چیزی که هست اینه که خوبیش اینه که من رفتم دیدم. میدونی وقتی میبینی دیگه، چون همون موقعم خودم یه کسی بهم این حرفا رو میزد نمیپذیرفتم ازش. خب یعنی الان اگه برگردم ایرانم تو ذهنم این چیزو ندارم، این پشیمونی رو، حسرت رو ندارم که وای نرفتم ببینم وای اونجا چه خبر بود. رفتم دیدم، با آگاهی یه تصمیمی رو برای خودم گرفتم. از روی نه شنیده ها بوده نه هیچ چیزی نه چیز. یه نکته دیگه هم راجع به همون کار که پرسیدی بگم، مثلا ما تو ایران بودیم، هر از چنگایی با همکارا میشستیم مثلا سایت ایندید رو نگاه می‌کردیم، میگفتیم وای حقوق برنامه‌نویسا رو ببین، اینقدر زده $45,000 مثلا سالیانه، اینقدر دلار سالیانه، ما اگه بریم این حقوقو بهمون میدن ضرب در می‌کردیم ریالیشو می‌گفتیم چقدر میشه فلان. و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که این روش مالیات هست، این روش هزینه‌های زندگی به اون کشور هست. خب و اینکه اون کاری که اونجا ریخته چه درصدی از کاراست که داره پست میشه توی ایندید، اصلا سیستم نیرو گرفتن شرکت‌ها چجوریه. اونا اولویتشون اول بر اساس کانکشنه. اول میان یه پوزیشن شغلی باز میشه، اول میان به افراد داخلی اون شرکت میگن آقا ما مثلا یه برنامه‌نویس فلان میخوایم، شما خودتون اول برید، هر کی هم معرفی کنه یه بونس خفن بهش میدن، مثلا 1000 پوند اگه طرف استخدام بشه به یارو این که معرفی کرده میدن. اول به این سیستم کانکشنیه، بعد کانکشن‌های یه ذره دورتر، یه درصد کمی مثلا ما توی دانشگاه حالت
مثلا ورکشاپ گذاشته بود آنلاین برای اینکه توضیح بده مثلا با لینکدین چجوری کار بکنید و اینا. میگفت 30% شغلایی که واقعا وجود داره پست میشه توی جاهایی مثل لینکدین، مثل ایندید، مثل گلستو. 70% دیگه از راه کانکشن گرفته میشه. می‌بینی؟ مثل ایرانه، چیزی که من اصلا نمیدونستم. تازه ایران باز کمتره. آره من خودم تو ایران کارم با کانکشن گرفتم. من رفتم سر یه کلاس، یه استادی داشتم، اون استاد منو معرفی کرد. من هیچ وقت نرفتم مصاحبه مثلا جدی فلان 5 مرحله مصاحبه بدم که مثلا برم کار بگیرم. با کانکشن بوده منم. خب و ساختن این کانکشن توی اونجا یه ذره سخته. یعنی مثلا اینو من نمیدونستم. اگه میدونستم روز اولی که پام میرسید اونجا شروع می‌کردم لینکدین فعالیت کردن، شروع می‌کردم همکلاسیامو فالو کردن، شروع می‌کردم استادامو فالو کردن. هر آدمی رو می‌دیدم سعی می‌کردم تو لینکدین فالو کنم. اینستاگراممو شروع می‌کردم راه انداختن. مهمه واقعا. اینستاگرام اونجا مثل اینجا نیست. ارتباطات مهمه. اینکه تو همیشه بالا باشی، همیشه آپدیت باشی، رو باشی، آدما اسمت تو ذهن آدما باشه مهمه. می‌دونی؟ و من اینا رو نمی‌دونستم و بعد 1 سال که مثلا درسم تموم شد تازه شروع کردم یه وبیناری گرفتم برای پیدا کردن کار. گفتم بابا لینکدین الان همه چی مهم‌تره. اینکه لینکدینت آپدیت باشه، اینکه توش هی پست بذاری، گریجویت شدی بذاری، بری یه فعالیت فوق برنامه بذاری، بری مثلا فعالیت‌های والنتیری مثلا بری آشغال از کانال جمع بکنی مهمه. واقعا و میتونی تو اشاره بکنی اینا همش خیلی مهمه. اینا همش یه میدونی یعنی این آدم اینگیج میکنه با جامعه، میدونی این آدم فعاله، این آدم دوست داره کار بکنه، این آدم دوست داره با آدما تعامل داشته باشه. میدونی مثلا یه سری چیزا تو فرهنگشونه با اینکه حتی اگه فیک باشه، مثلا اینکه تو بری همیشه لبخند بزنی همه چیز. من همیشه سومون بکر درونگرا اون نشستم یه جا، خب کی به تو کار میده؟ خب ولی نه مهمه واقعا اینکه تو الکی لبخند بزنی. مثلا واقعا سختم این کارو بکنم، الکی لبخند بزنی. آره نه مثلا اینکه تو توی چیز واقعا مثلا یه آدم بشاشی باشی که مثلا هی لبخند میزنه، هی سوال میپرسه، میدونی یه سوالایی که حتی جوابش هم میدونی، ولی مثلا تو اینترویو اینا مهمه، میدونی. ولی اینا چیزایی بودی که مثلا من به شخصه نمیدونستم و اگر بخوام کار بگیرم اینا چیزایی که باید روش کار بکنم و شروع کردم کار کردن. ولی میدونی وقتی اینجا بودی اینا رو کسی بهت نمیگه، یعنی اصلا کسی نگفت، فقط آره برو ایندیدو سرچ کن ببین چه کارهای خفنی مثلا توش دارن. خب و الان مثلا من لینکدین آدمای فالو میکنم که با طرف میاد مینویسه میگه الکی پو نشید بیاید، الکی سرچ نکنید تو ایندید ببینید 1000 تا پوزیشن مثلا ریاکت ریخته فکر کنی چه خبره پشی بیاید. چون الان آدمای خفنش کار ندارن. نمیخوام بترسونم آدما رو ها یا بگم نه نیاید مثلا فلان که بیام بگم این رفته. من دارم اون چیزی که واقعی حس کردم رو میگم. یعنی واقعا الان بعد از کی فارغ التحصیل شدی؟ من توی بهمن دیگه، فوریه بهمن، یعنی تقریبا 7 ماه پیش. آره. تو این 7 ماه تو اکتیولی دنبال کار بودی و پیدا نکردی؟ آره یه 3-4 ماهی اولش دنبال کار بودم، بعد دیگه ویزام داشت تموم میشد، ویزای استودنتم باید تمدیدش میکردم روی گریجویت دیگه. دیدم کار نیست، گفتم فعلا یه کاری پیدا بکنم که هزینه ها رو کاور بکنه تا یه فرصت اضافه تری داشته باشیم که مثلا اونجا بمونیم و بالاخره ببینیم. حالا تو خوبیاشو گفتی که اونجا یه عالمه بنفیت داره برات. هزینه‌ای هم که به داره تحمیل میشه، حالا جدا از اینکه به پوند بعد هزینه بکنی و اینا، خانواده، دوری از خانواده، اون آب و هوای تخمی انگلیس، اینا مثلا چی جوریه الان ایمپکتش روی خودت، شخصیتت، حالت چی جوریه با اینا میگم واقعا برای ما که حالا ما برای ایرانیایی که مثلا ما توی کشور 4 فصل داریم زندگی می‌کنیم، خدایی ما 4 تا فصل کامل تو کشورمون داریم. یعنی ما قشنگ میاد زمستون رو حس می‌کنی، پاییز قشنگ برگا میریزه می‌بینی، تابستون گرمه، بهار یه هوای خوبی، قشنگ 4 تا فصل داره. ولی اونجا واقعا اینجوری نیست و خب چون ما تو اون فضا بزرگ شدیم وقتی میری اون قطعا اذیتت میکنه از لحاظ روانی، منم اذیت میکنه. مثلا اونجا بیشتر وقتا واقعا 9 ماه 10 ماه سال بارون هست، یعنی آفتاب کم است. آفتاب مثلا یه 2 هفته ابریه، یه سر میاد 3-4 ساعت میزنه آفتاب بعد میره دوباره. و مثلا برای منی که مثلا من خودم روحیم اینجوریه، من برام خیلی آفتاب و نور و اینا مهم. مثلا تو دفتری اگه کار میکنم اگه نورش کم باشه اذیت میشم، اگه نور بیرون نداشته باشه اذیت میشم. اونجا بارونیه، تو زمستوناش هوای روشن خیلی کمه، مثلا از 9 صبح هوا روشن میشه، 3 بعد از ظهر تاریک میشه. و من توی زمستونش یه تایمی واقعا یه افسردگی همچین مثلا گرفته بودم به خاطر اینکه مثلا شبا تا دیر وقت بیدار میموندم، بعد صبح دیر بلند میشدم، مثلا 12 بلند میشدم، 12 بلند میشدم 3 ساعت روز داشتم، بعد دوباره تاریک میشد، همش تاریک بود.
و هی تاریکه تو حس می‌کنی شب دیگه، یعنی وقتی تو کشور خود 8 هوا تاریک میشه تو فکر می‌کنی اگه تاریک شده الان 8 ولی الان ساعت 3 بعد از ظهر. و این یه ذره تو روحیات، تو ساعت بیولوژیکی بدنت که تو مثلا گفتی خب با نور خورشید ما بلند میشیم مثلا کارا رو می‌کنیم، با نوری که میره ما هم کارامون دیگه داره تموم میشه. مثلا تو اینو کلا به هم میریزه. تو تابستونش هم هست، تابستون هم همش روشن، یعنی هوا از 4 و نیم 5 صبح قشنگ روشن خوب و ادامه داره تا 10 شب. و میگم قشنگ ما چالش می‌خواستیم شام بخوریم، منتظر بودیم هوا تاریک شه ما شام بخوریم، مثلا باید میذاشی 11 شام می‌خوردیم، دیر تاریک میشه. حالا اینا چیزایی که آدم به خاطر اون هدف بزرگش میتونه بگذره، آب و هوا رو میتونی بگذری، ولی بحث کالچر و فرهنگ و اینا رو مثلا خب فرهنگای خودشونو دارن، سبک غذاییشون با ما فرق داره، غذای درست حسابی حالا به خصوص انگلیس ندارن که بخوام بخورن مثلا. اینا مشکلات هست دیگه، یعنی هر جایی بری، هر جای دنیا بری این هست. تو ارتباطت اونجوری که اون ارتباط صمیمی یا اون ارتباط مسلطی که به زبان فارسی داری نداری. حالا زبان انگلیسی خیلی مهمه، واقعا چالشیه که من خودم بهش برخوردم، یعنی هر چقدر که فکر کنی اینجا زبانت خوبه، آیلتست بالای نمرش، میری اونجا میخوری به مشکل، به خاطر اینکه اصطلاحات خودشونو دارن، خیلی کلمه‌های بین مثلا بریتیش و امریکن فرق داره، یه سری اصطلاحات رو برای یه سری چیزا به کار میبرن که اصلا تو باورت نمیشه. آقا این فیلتر سیگار دیگه، مثلا میخواد بگه مثلا یه نخ سیگار داری، مثلا یارو از یه اصطلاحی استفاده میکنه که تو 3 بار باید بگی وات تا مثلا بفهمی بعدا یارو چی میگه. لهجه‌های شهرهای مختلفش با هم دیگه فرق داره و بالاخره ناخودآگاه اون تسلطی که به زبان فارسی داری و نداری و باید روش هم کار بکنی که بهتر شه. اینا چالشایی که تو مهاجرت به هر کشوری، با هر زبانی، با هر فرهنگی وجود داره. اینجا نیست دیگه، مثل اینجا نیست. تو به یه مدت زمانی به یه شرایط اینجا عادت کردی که اونجا ندارتش. حالا تو برای یه هدفی مهاجرت کردی که از اینا میگذری یا بعد یه مدت برات عادی میشه بالاخره، ولی خب سخته دیگه، تحمل کردنش از تو یه انرژی رو ناخودآگاه میگیره، چه بخوای چه نخوای. یعنی پس ولی خب یه سری چیزام که داری ممکنه بهت انرژی بده، بعد از یه مدت ممکنه اونا بهت دیگه انرژی نده، دنبال یه چیز جدید باید بگردی. ممکنه بگردی پیداش کنی بمونی، ممکنه نتونی پیداش بکنی بخوای برگردی. پس اگه بخوای پولدار شی یا آمریکا یا ببین پولدار شدن و بستگی داره چجوری ببینی. یه وقتی هستی که هدفش واقعا همون زندگی نرمه است، واقعا خیلی برای کسی که جاه طلبی داره، برای کسی که جاه طلبی داره به نظر من آمریکا اولین گزینه است. بعد تو کیفیت زندگی الان ایران بودی بالاتر بود یا الان که اونجایی؟ کیفیت زندگی خب بستگی داره بر اساس چه معیارایی بخوای بسنجی. خب ببین ما اینجا که داریم زندگی میکنیم، حالا من خودمو میگم، باز آدم به آدم تو شهرهای مختلف ایران، تو خود تهران، تو مناطق مختلف فرق داره. برای ماها که شرایط زندگیمون مثلا توی بهترین منطقه تهران بوده، به اون امکاناتی که دسترسی داشتیم و اینا، غذای خوب، خونه مثلا پدر مادر بزرگ، همه چی فلان، خب قطعا تو میای پایین. یعنی این تو شکی نیست که تو باید بری توی خونه کوچیک‌تر. خیلی‌ها که حالا مثلا من با دوستم مهاجرت کردم، ما تونستیم یه خونه 2 خواب بگیریم. مثلا خیلی‌ها میرن تو خوابگاه، تا وقتی دانشجوان خوابگاه استودیو، یه اتاق خیلی کوچیکه با دستشویی، آشپزخونه هم مشترکه، خیلی‌هاشون دستشویی هم مشترکه، خیلی‌هاشون مثلا چند نفره باید باشیم، مثلا یه سری شرایط سخت‌تر حتی قیمتا فرق. و خب 100% اولش میای پایین، یعنی اصلا شکی توش نیست. خب تو که وضعیت خانوادگی از نظر مالی خوب بوده، جای خوب داشتی، خونه استیبل بوده، ماشین داشتی، خونه‌تون هم جای خوب تهران بوده، بچه پولدار بودی، الان چرا آخه به خاطر فقط یه حقوق؟ نه مثلا تو دیدم فکر می‌کنی دیگه، نه تو فکر می‌کنی، ببین تو یه رویایی برای خودت میسازی تو ذهنت دیگه، میگی من برم بشم مهندس، من میخوام مهندس باشم و اون احترام مهندس بودن رو به من بذارن، و نه به خاطر اینکه واقعا به زور بذارن، واقعا آدما دوست داشته باشن ازت یاد بگیرن، یعنی تو واقعا دانش داشته باشی، هم بخوان یاد بگیرن هم تو بتونی منتقل کنی. یعنی که ایران هم علاقه به اون محیطه بود. خب ولی تو میدیدی بابا مثلا مدیر پروژت میاد، سی تی او پروژت میاد و اونم همچین هم ماشین خفنی داره نه فلان، و تو داشتی و تو دیدی، تو زندگی بودی که دیدی تو مثلا ماشینای خفن سوار شدی و دوست داشتی اونو خودت به دست بیاری. آخه تو شرکتی رو داری میبینی که میگه هرچی پروژه داشته فیل شده،
برو CTO دیجیکالا رو ببین کجاست، CTO اسنپ رو ببین کجاست. بعد یعنی تو نمیتونی یه شرکت کوچیکو بنچمارک بکنی با یه سبک زندگی تو اونجا. میگم تو اون محیطی که من اون موقع بودم، اون فعل و انفعالات و تصمیم گیری ها بود. حالا مثلا یه سری معیارها و فاکتورهای دیگه هم بود دیگه. مثلا آقا من دوست دخترم خارج زندگی میکرد، میخواستم مهاجرت کنم برم پیش اون. مثلا این بوده. اینا نه اینا که بوده. بعد مثلا گفتی خب اونجا مثلا شرایط حقوقی من خوبه، میتونم یه زندگی هم بسازم. ببین اونجا وقتی تو محاسبه میکردی میخوند، این حست حالتو خوب میکنه. وقتی تو مثلا میگفتی من اینقدر حقوق دارم، اینقدر کم میشه، اینطوری اینا دخل و خرج به هم میخونه، اوکی این حالمو خوب میکنه بره. وقتی تو ایران میومدی این کارو بکنی بر اساس محیطی که تو خودت توش بودی، یعنی تو میگفتی من دارم 2400 میگیرم، مثلا میخوام تو منطقه 1 تهران یه خونه اجاره کنم، بعد یهو قیمتا رو میدیدی میگفتی من خیلی فاصله دارم. خب مثلا می‌خواستی 206 بخری، اون موقع سقف آرزوها 206 مثلا 40 میلیون بود، 50 میلیون بود، تو میگفتی 2400 حقوقم و همش هم نگه دارم، اینقدر طول میکشه من به 206 برسم. خب بعد تو نگاه میکنی اونور مثلا میتونی ماشین تو مثلا لیز کنی، بنز مثلا لیز کنی با حقوق فلان. خب ببین این محاسبات میخونه، محاسباتیه که جذابه، کسی هم بعدش نمیاد بنز سوار شه مثلا. هممون هم دوست داریم مثلا تو سن پایین سوار شیم، ولی خب یه سری چیزای دیگر هم نمیبینی. ببین بالاخره باید یه سری چیزا رو فدا کنی تو به یه سری چیزا برسی. من میگم من خانواده‌مو فدا کردم، من اینکه نتونم بزرگ شدن مثلا چه میدونم خواهرزاده‌مو ببینم و نگاه کردم، اینو دادم، این هزینه ها رو دارم میدم. اینکه تو کشور خودم نباشم، اینکه به دید یه مهاجر بهم نگاه بکنن، اینکه برم اونجا کارهای یدی خیلی سنگین رو بکنم، در صورتی که اینجا میتونم مثلا من دارم اینا رو همه رو فدا میکنم که به یه سری امکانات مثلا مالی برسم، مثلا این خونه رو بگیرم، این ماشین رو بگیرم، این جایگاهو بگیرم. بعد یه جایی با خودت میبینی که مثلا این شاید الان نمیصرفه، مثلا تو داری خیلی هزینه میدی. خب شاید کوتاه بیای یه سری جا از یه سری خواستات، بگی من حاضرم یه آدم مثلا معمولی باشم، نه خیلی خفن، بنز رو حالا سوار نشم مثلا، اینا رو عادت بدم، ولی مثلا کنار خانواده‌ام باشم. ولی مثلا اگر مثلا مادرم بهم احتیاج داشت بتونه بهم زنگ بزنه، ازم بخواد که برم یه جا براش کاری انجام بدم. اگه پدرم ازم اینو خواست، اگه خواهرزادم ازم خواست ببرم شهر بازی، ببینی یه سری ارزشای دیگه میاد رو برات که قبلا انقدر تو پایین بوده و انقدر یه سری چیزای کوچیک ذهنتو درگیر کرده بوده که تو وقتی اون چیزای کوچیکو حل می‌کنی یهو میرسی به اون. می‌بینی اصلا چیزی که برای خود من به وجود اومد، یه ارزشای زندگیم شروع به تغییر کردن کرد، چون اون پیش پا افتاده رو بهش رسیدم. خب با همون حقوق کارمندی و گفتم خب من الان دنبال یه چیز دیگه ام که وقتی بهش رسیدم، دنبال یه ارزشی ام که وقتی بهش رسیدم بتونه یه حال خوب بلند مدت تری رو بهم بده. مثلا من اگه کفش نایک میخرم 2 هفته باهاش حالم خوبه، من یه حال خوب بلند مدت تری رو احتیاج دارم. میدونی چی میخوام بگم؟ این بود بحث من، یعنی مثلا خیلی نشستم هی کتاب خوندم فلان و اینا و واقعا به این رسیدم که بگردم پیدا کنم. دوگانه رو داری دیگه، یعنی تو ممکنه اگر جاه طلب باشی فردا روز حتی تو ایران هستی بخوای بین خانوادت و کارت یکی رو انتخاب بکنی، یعنی محدود به فضا نیست. آره تش یه جایی ممکنه بهش برسی، ولی اگرم بخوای تصمیم بگیری به خودت مثلا میگی ببین من دیگه تایممو با این گذاشتم، مثلا یعنی من مثلا با خواهرزادم تایممو گذروندم، یا حداقل فرصت اینو دارم که اگه 2 هفته نبودم هفته سومو باشم اگه وقتی تو ایرانم. خب باز قابل مدیریته. ولی وقتی اونجایی ببین تو کندی، ببین یعنی هر بار که ایران برمیگردم، الان بار دومه، بعدش که میری این هم موقع رفتن انگار دلت نمیخواد بری، هم اونجا یه کاری میخوای بکنی اصلا نمیدونی چیه. یعنی ببین تو دیروزم تو از من پرسیدی برنامه چیه، میخوای بمونی میخوای برگردی، گفتم واقعا نمیدونم. یعنی همین الانم واقعا نمیدونم، چون یه کفه ترازویی یه سری چیزا این ور یه سری چیزا اون ور. من یه ماه قبل اینکه بیام قشنگ یه روز درمی اینجوری بود، یه روز میگفتم نه من برمیگردم تمومه دیگه فلان، مثلا هر چی میخواد بشه بشه. یه روز میگفتم نه بابا کجا میخوای بری ول کنی بری دوباره تو مثلا فلان و اینا مشکلات و مثلا هزار تا چیز دیگه دوباره بخوای بری دوباره فرداش هم هی بالا پایین. بعد اصلا گفتم خب الان این فکر کردن، الان تو شرایط استیبلی نیستی که بخوای فکر بکنی واقعا به اینکه بخوای بمونی یا برگردی. حالا یه سری شرایط خانوادگی هم پیش میاد، یه سری مشکلات دیگه هم پیش میاد که این تصمیم گیری رو سخت‌تر میکنه، ولی در نهایت شخص به شخص با توجه به اینکه اینجا مثلا چه امکاناتی برات وجود داره، یه سری واقعا از اینجا کندن، واقعا اینجا دیگه هیچی براشون وجود نداره برای برگشتن. میدونی
رفته مثلا طرف میبینی نمونه‌اشو دیگه مثلا 4 سال اصلا بر نگشته واقعا، میتونم برگرده ها، یعنی مشکل سربازی نداره، مشکلی چی نداره، ولی واقعا طرف کنده رفته، واقعا شاید اینجا اذیت شده، واقعا شاید توی محیطی بوده یه فشاری بهش اومده، یه مثلا یه جایی از لحاظ فرهنگی فشاری بهش اومده، ول کرده رفته و واقعا نه اینکه اون حسا رو نداشته و میبینی اونجا زندگیشو مثلا خونه خفن داره، ماشین خفن داره، توی پوزیشن خفن توی شرکت داره، ولی داره تنها زندگی میکنه. یعنی توی درندشت مثلا 2 طبقه فلان تو کانادا تو داری تنها زندگی میکنی، بنز خفن داری ولی داری تنها زندگی میکنی. ولی وقتی ارزشت این باشه که تو بتونی یه گروه از آدما رو دور خودت جمع کنی، یا بتونی چه میدونم مثلا یه ازدواج خفن داشته باشی، یا با یه آدم خفنی باشی، وقتی ارزشت این باشه و به اون رسیده باشی، حالت بده. هر چقدر اون چیزی که بهش رسیده باشی خفن باشی. میبینی من حرفم اینه، من یه ارزشی رو اشتباه برای خودم انتخاب کردم، رفتم بهش رسیدم، دیدم حالم خوب نیست. خب نه اینکه اون چیزی که بهش رسیدم بد باشه واقعا. خب پس چرا هنوز نمیتونی به جنبندی برسی؟ میگی من ارزشام تغییر کرده، باید بخصوصا خانواده برام بیشتره، چون دارم اون ارزشه رو الان بررسی میکنم دیگه. میگم من اگه ارزش اصلا میخوام بذارم خانواده ارزشمو الان درسته که من بیام جوونیمو مثلا بذارم به پای خانواده‌ام، تو 50 سالگی هم شاید هیچی نشم ولی بگم من خانواده‌مو مثلا کنارشون بودم. خب یعنی دوگانه خانواده پیشرفته. همین دیگه، الان دارم اون ارزشه رو برای خودم پیدا میکنم. یعنی اصلا من اگه اون ارزشه رو پیدا کنم دیگه فرداش تکلیفم با خودم مشخصه. خب ولی الان نمیدونی که فدا کردن اون الان خوبه، یا حتی مثلا به این فکر میکنی که شاید یه راهی بشه. حالا تو خانواده رو بذار کنار، به این سال جواب بده، تو اینجا باشی پیشرفتت بیشتره یا اونجا باشی؟ اینو نمیدونم واقعا. هنوز ببین نمیدونم که اینجا میشه کاری کرد یا نه. یعنی بعضی وقتا فکر میکنم که میشه توی اسکیلی، نه که مثلا اسکیل خیلی بزرگ برام مهم نیست، مثلا بشی ایلان ماسکی بشی، اونا اصلا برام مهم نیست. یعنی اونا ببین اشکالی خود ایلان ماسک نمیتونه دوباره ایلان آره یعنی اصلا اون بزرگا رو ول کردم. میگم یه چیزی بهش برسم که حالم خوب باشه. اگه فرض کنم زندگی مثلا 6 تا بعد اصلی داره، تو این 6 تا بعد من توی نزن جاده خاکی. ببین پیشرفت و تو هم اونور محیطش دیدی هم اینجا محیطش دیدی. الان تو میگی من یه دوگانه دارم، دوگانه خانواده پیشرفته. من میگم خانواده رو بذار کنار، بعد پیشرفت و مبنا قرار بده. توی ایران فرصت پیشرفت تو داری راجع به موفقیت داری صحبت می‌کنی یا داری راجع به حال خوب صحبت می‌کنی؟ ببین دو تا با هم فرق داره. خانواده رو من تو کاتگوری حالم خوب باشه، اونو بذار حال خوب معیارهای مختلف داره. خانواده یکیش ارتباطات، یکیش مالی، یکیش اینکه تو آدم مثلا لحاظ دانش فنی مثلا باشی، یکیش میگم 6 تا معیار داره. خب من ممکنه مولتی میلیاردر باشی ولی حالت بد باشه. خب الان این خوبه، تو فرض کن به اون هدف 10 ساله که میگی خانواده میبینم یه پیشرفت داریم که البته مالی و من تو بعد پیشرفت میبینم، پیشرفت کاری و جاه طلبی، یه دونه حال خوب و خانواده و ارتباطات و اتمسفری که دوست داری توش سالم زندگی بکنی. از نظر اینو بذار کنار، این اتمسفر و حال خوب بذار کنار، فقط بیا جاه طلبیاتو مبنا قرار بده برای تصمیم گیری. محیط انگلیس برای جاه طلبیات و پیشرفتی که تارگت هستش مفیدتره اگه توش قرار داشته باشی یا محیط ایران؟ به نظر من انگلیس برای اون جاه طلبیه که تو بگی من اونو خاموش کردم اون رو فقط میخوام برم پیشرفت بکنم، بهترین جاست. کانکتی تو به کل دنیا، ساده ترین ایده ها میتونه جهانی پخش شه، برای شروع میتونه پخش شه تو کل اروپا. نه مثلا اونا رو نمیتونی این کار بکنی. اکوسیستم استارتاپیش فکر کنم الان 8م یه آماری رو داشتیم میدیدیم، مثلا از لحاظ مثلا گسترش استارتاپ 8م و واقعا زبان انگلیسی کل کشور ساپورت میکنه. سیستم نظام بانکی اونجا از همه خفن تره، کلی میلیاردر توش هستش که حاضرن ایده تا اگه بهشون بگی روش سرمایه گذاری کنن. اینو نمیتونی این کار بکنی. این چیزی که همیشه بوده و هست. حالا آمریکا هم از این خفن‌تر تو اسکیل بزرگتر، ولی همینه دیگه. چند تا جا هستش که هاب برای انجام این کار دیگه، اگه بخواد به دید جاه طلبی و بزرگ شدن و این فکر کنی. ولی خب مثلا میگم اگه بخوای واقعا فکر کنی که زندگی چند تا بعدای دیگه هم داره و بخوای حالت خوب باشه، اون یکی از بخشای دیگه‌اش همینه که مثلا بتونی بعدای مختلف زندگی تو کاور کنی. چون تو پول از یه حد برات اوکیه دیگه، یه جای بیشترش دیگه فرقی نداره دیگه. مثلا
از یه حدی بیشتر اصلا دیگه پول که در واقع یه خروجی از اثری که داری میسازی، اون اثر مهمه. آره دیگه. حالا ولی به خاطر اینکه اون اثر خیلی قابل اندازه‌گیری نیستش، میاد معادلش، حالا ماها اینجوری معادلش میکنیم با پول، میگیم آقا فلانی مثلا بیزنس بیلیون دلاری داره. آره. ما حالا داستانی که داریم اینه که برای اینکه برسیم به اون تارگت، ایمپکت رو خودمون میسنجیم. و الان مثلا زاکربرگ وقتی بیلیونر شد که ادامه نمیداد، کسخل که نیستش. الان یارو داره هی پروژه جدید آره دیگه. به خاطر اینکه اصلا پول دیگه ارزشش آره از دیگه. دست داده، یه اون جایی به ایمپکت بعد دیگه داره اونو در واقع ارضا میکنه. آره یه جایی به بعد دیگه اون اثرگذاریه که تو رو جامعه داریه دیگه. یعنی مثلا ایلان ماسک یه توییت میزنه بازار سهام کلا مثلا بالا پایین میشه، تو این اثریه که داره دیگه. یعنی آره. تو فکرت میگه مثلا الان AI قراره که مثلا یه اتفاقی رو رقم بزنه، یا تو فکرت میگه این ممکنه خطرناک باشه و آدما به خاطر اون پیشینه تو رو حرفت تصمیمای مالی میگیرن مثلا. اون اثره رو تو درست میگی. ولی میگم برای خود من حرفم اینه، میگم من وقتی میتونم حال بقیه رو خوب بکنم، من وقتی میتونم یه چیزی رو تولید بکنم که بخواد کمک بکنه که اول حال خودم خوب باشه، میدونی، اول یه حس خوبی تو خودم باشه، همونطور که تو خیلی نه تو کار من موافق نیست. برای من اینجوریه. برای من این باورمه که من حالم باید خوب باشه اگه میخوام به بقیه کمک کنم که حالشون خوب باشه. کمک بله، ولی من خودم وقتی حالم بدتره اتفاقا افیشنسیم بهتر کار میکنم. ولی بله وقتی حالم بده نمیتونم با یکی بگم بخندم تو محیط کار مثلا خندیدن نیست، بحث این که من بتونم که اکتیو باشم، میدونی، بتونم اون کارا بکنم. میگم من الان حالم خوب نیست، مثلا با زندگیم حالم خوب نیست، با 1000 تا چالش دارم فلان و بیسار و اینا، این که چقدر خوب کار میکنم تو اون فشاره یه بحث دیگه است. ولی اینکه الان من میتونم اثرگذار باشم، نه. چون من اول باید اگه من میخوام یه کاری بکنم برای من باید خودم بتونم اون کارو بکنم. آره آزادی نداری دیگه. آره. ببین تو اول باید بتونی پول در بیاری که بعد بتونی با اون پولی که در آوردی بتونی یه کار دیگه ای بکنی برای یه کس دیگه ای دیگه. ببینی من حرفم اینه، وگرنه خیلی هم هستن که اینجوری زندگی میکنن، یعنی یه بود عاطفی احساسی فلان و اینا رو طرف فدا میکنه. واقعا هم آدمای بزرگی هستن. یعنی مثلا استیو جابز رو نمیبینی تو زندگی مثلا شخصش خیلی آدم موفقی باشه، مثلا اون زنش طلاق گرفته، اون ول کرده رفته، اون یکی نمیدونم جدا شده نصف پولش رفته، نه فلان، همشون تو دیوار وضعیت فلان. ولی خب طرف آدم واقعا تاثیرگذاریه، طرف یه کلمه میگه، یه حرف میزنه، یه جمله میگه، واقعا دنیا رو تکون میده. تو حاضری اونجوری آدمی بشی که به اون موفقیت برسی؟ ولی اونو نداشته باشم؟ آره. نه من حاضر نیستم واقعا. یعنی اینو سرش مطمئنم که حاضر نیستم. ولی دارم تو بین دوگانه حالا چیزی که میخوام بگم اینه، جاه طلبی یه جورایی من دارم سعی میکنم که به یه جایی برسم که یه حد قابل قبولی از این طرف و یه حد قابل قبولی از اون طرف رو برای خودم داشته باشم. دو طرفش خفن نیست، یعنی نه تو اون ور خیلی خفن مرد خانواده و فلانی، نه تو این ور خیلی مثلا چیزی، ولی رسیدی به یه زندگی متعادلی که تمام ابعادی که تو یه زندگی یه فرد مهمه رو داری. پول داری برای اینکه بخوای هر عشق و حالی بکنی. خب ببین ایلان ماسک نیستی یا استیو جابز نیستی یا، ولی پول داری که بخوای سفرتو بری فلان کنی بیسار کنی و اینا. خانواده، اطرافیان، یه ارتباطای خیلی خفنی ساختی، چه دوستی چه توی مثلا روابطت با مثلا دختر یا حالا ازدواج یا هر چیز دیگه‌ای، چه با خانواده خودت چه با جامعه خودت و سلامتیت، 1000 تا داستان دیگه. اینا رو همه رو چیدی کنار هم، رسیدی به یه فرض کن مثلا یه 6 ضلعی خیلی متناسب که حالت باهاش خوبه. من حرفم اینه، من اون چیزی که تو ذهنمه اینه. می‌بینی شاید این الان با جاه طلبی تو یه تناقضی داشته باشه، خب ولی به نظر من اوکی. خب آره، به خاطر اینکه تو جاه طلبی رو توش نمی‌بینی. جاه طلبی هم هست، ولی مثلا تو میگی من به اندازه‌ای میخوام پیشرفت بکنم و کار بکنم که مانع نشه با خانواده‌ام وقت بگذرونم دیگه. آره. این یعنی که جاه طلبی اولویت تو نیست. یا خیلی وقتا تو یه سری چیزا رو من تو همون 6 تا بودی که میگم، یه وقتا هست تو شاید مجبور شی برای اینکه تو اون کار و خانواده برسی 4 تای دیگه رو کنسل کنی. تو ممکنه سلامتی رو کنسل بکنی، تو ممکنه مثلا چه میدونم اون آیتمای دیگه رو کنسل کنی، 2 تای اول تو بذاری کار تو، خانواده‌ت، با دوستات دیگه وقت نگذرونی، با فلان وقت نگذرونی، فلان وقت. آخه این جدا نکن، خانواده دوستا قراره به تو یه انرژی رو بدن. نه
چرا؟ ممکنه تو خانواده‌ت انقدر خوب ساخته باشی اون ارتباط رو که اصلا نیازی به دوستات نداشته باشی. بله میگم خانواده و دوست رو جدا نکن. تو وقتی با خانواده دوستی آره. بهت حال میده. ممکنه آره. با خانوادت نتونی دوست باشی، انرژی ازت بگیره برعکس. حالا با دوستات ارتباط خوب داری آره. که دیگه بدیهیه. ولی مثلا دیگه اون وسط شاید دیگه نرسی باشگاه بری مثلا، دیگه حذفش کنی، آگاهانه حذفش کنی برای یه مدتی که واقعا زیر فشاری. یعنی مثلا بیا به خود بگی من تا 30 سالگی آخه خانواده خیلی بار سنگین تره آره. به نسبت بقیه آره. چیزا. نمیتونی خانواده مثلا مرد خانواده باشی که انرژی میذاره برای خانوادهش و همزمان جاه طلب هم باشی. آره من میگم حالا مدیریت یعنی این تو دیگه. میگم بقش میزنم دیگه. مثلا تو یه زمانی میذاری میگی من مثلا 30 سالگی فرض کنم میخوام ازدواج کنم مثلا، خدایی نکرد. خب الان 26 سالم، من 4 سال وقت دارم پرفشار یه کاری رو بکنم، به یه جایی برسونم، به یه جای خوب، خودم دیگه یه ذره فاصله بگیرم. خیلی این کارو میکنن دیگه، طرف بیزینس رو میسازه توی بازه زمانی، حالا 4 سال یه عدد میسازه، بعد دیگه یکم شل میکنه میاد عقب‌تر، شروع میکنه ابعاد دیگه زندگیشو چیز کردن. خیلی آدم میشناسم آقا 10 سال پدرش در اومده یه اضافه وزن مثلا خیلی زیادی پیدا کرد. بله. بعد که رسیده به اون، حالا رفته چه میدونم با یه درمانی پول در آورده، رفته عمل اسلیف پول کرد، مثلا پول داده اسلیف کرده، به سلامتیش هم رسیده. تو اون مدت هم داشته کنترل میکرده، یعنی میرفت آزمایش میداد یه وقت دیابت نگیره، ولی تو فکرش نبوده. یعنی که حالا پشم برم 6 صبح برم باشگاه، 6 صبح رفتم سر کار. یعنی بحث من اینه واقعا، کلش همینه. خب الان من اینجوری که تو داری صحبت میکنی متوجه شدم که تو ارزش بیشتری برای وقت گذاشتن با خانواده قائلی تا اهدافت. یعنی اهدافتو حاضری پارامتر متغیر تعریف کنی، بگی من حاضرم از این هدفه بزنم یا کارمو مثلا جاه طلبیمو کمتر بکنم به خاطر اینکه به ارتباطم و زمانی که با خانواده‌ام میذارم آسیب نزنه. خب اگه اینجوریه برای چی تو توی تصمیم گیریت مرددی؟ ببین اینجوری نیستش که تو بگی به خاطر خانوادم. ببین تو میتونی پیش بری تو اون بحث بیزینس، تو بحث اهدافت فلان، تا کجا داری پیش میری. ببین هی تو داری پیش میری، هی داری قربانی میکنی دیگه. هی داری از دست میری. تو میگی تا کجا حاضری از دست بدی. مثلا یه وقتی هست تو ازدواج کردی، مثال میزنم، یه جوری بچه دار شدی، یه جوری کار میکنی، بچه‌ت اصلا تو رو نمیبینه، به مثلا چه میدونم به عموش میگه بابا به جای تو مثلا. خب ببین تو چقدر ول کردی. مثل جی جی. ببین چقدر بابا عموم چقدر تو ول کردی خانواده رو که مثلا به این حد رسیده. خب و نه از اون ور که مثلا چه مثالی بود آخه، کی به با عموش میگه بابا؟ نه مثلا نه دیگه دارم میگم تشو بهت گفتم دیگه که مثلا اینقدر نبودی ساپورت کنی خانواده تو که مثلا مامانت واد که زنت واد داده دیگه. خب من داداش ندارم. اوکی. خب حله تو مشکلی پیش میره نمیاد. به همسایه میده. میگم تا چه حد حاضری تو قربانی بکنی واقعا اون اتفاقا رو، یا اینکه بیا برنامه‌ریزی کنی. آخه تارگت داریم دیگه. تارگت داره دیگه. مثلا من بگی به آقا اونجا رسیدم شاید شل کردم. آقا تو بگو آقا من تا وقتی نرسیدم نمیخوام ازدواج کنم. آقا دیوانه ای مثلا الان مثلا چی داری بیاد مثلا یکی دیگر هم بیاری تو زندگی خودت که مثلا فلان. من میگم من اینجوری سعی میکنم مدیریتش بکنم، یه سری چیزا رو کنسل بکنم، نه اینکه بذارم کنار. فعلا بگم الان وقتش نی. یه هدفایی رو برای خودم میذارم، جاه طلبانم هست، میرم به سمتش، ولی با علم به اینکه یه جایی میدونم که آقا من کل زندگیم نمیخوام خفن کار بکنم، نمیخوام همش تو کارم باشم، نمیخوام کل زندگیم کارم باشه. خب اینا رو بذار کنار، الانو بگو، چون الان ما داریم تصمیم میگیریم. الان تو این پوزیشنم که آره حاضری خانواده رو فدا کنی، سن اینه که میتونم این کارو بکنم. حاضری؟ حالا میتونی که بله منم میتونم، خیلی دیگه میتونن، ولی همش هنوز تصمیم نگرفتم، چون میگم یه سری متغیرهای دیگه هستش که من نمیتونم اینجا راجع بهش صحبت بکنم، ولی باید به این فکر کنم دیگه. ولی صحبت میکنم، یعنی با اعضای خانواده‌ام صحبت میکنم، نظر اونا رو هم میدونم، ولی هر کی از نقطه نظر خودش نگاه میکنه به مشکل من. خب اگه من ایران باشم به مامانم کمک میکنه، مامانم میگه برگرد. خب ولی من الان همه زندگیم این نیست که به مامانم کمک کنم. خب
شاید من بتونم برم قویشم از لحاظ مالی از هزار تا جهت دیگه، اون موقع شاید بهتر بتونم به مامانم کمک کنم مثلا. حالا خب شاید اینو تصمیمش با منه که بگیرم مثلا. ایران هم مستقل بتونی از مامانت فعالیت بکنی، با پولش بتونی کمک بکنی، یعنی لوکیشن این که بشه تو ایران انجام داد هنوز راجبش چیز نیست. میدونی نمیتونم مطمئن باشم که ایران، ببین چند تا ایده دارم تو ایران بخوام انجام بدم که به پول خوب برسه و اینا، مثل مدل زادمهر مثلا که یه پولی در بیاد که خوبه خب، ولی روش قطعی نیستم. حتی رو اونورم، رو اون ایده ای هم که مثلا اونجا دارم کار میکنم روش قطعی نیستم، ولی دارم بررسی میکنم دیگه. یعنی دارم یه تجربه کسب میکنم. ببین من اونجا باشم عمرم که هدر نرفته، دارم یه تجربه یا به تجربیات قبلیم اضافه میکنم. چرا دیگه الان خودت دقیقاً اومدی شرح دادی که چرا من اینکه انقدر اسکیل دارم و مهارت یاد گرفتم دارم کاری میکنم که متناسب با مهارت. خب این یعنی خودت داری خب تلف دارم یه میکنی فشاری رو دیگه. تحمل میکنم، چون احساس میکنم تو اون محیط بودنه اگه یه ذره دیگه صبر کنم منو میرسونه به اون جایی که میخوام. ببین هر جا بشینی صحبت‌های راجع به مهاجرت بخونی میگن 3 الی 4 سال زمان میبره تو تا رو بیای تا برسی برگردی به اون جایی که از اول اومدی. خب 3 تا 4 سال، من الان 1 سال و نیمش ماکسیموم 2 سالش گذشته، من وسط راهم الان دیگه. من اگه برم تجربه بکنم محیط کار اونجا رو، محیط استارتاپ اونجا رو، تجربه اینجا هم که دارم، حتی حالا بیام بشینم با یه دیتای کاملتری تصمیم بگیرم که آقا اون فشارهایی که مثلا من تو انگلیس تحمل کردم و خب تو ایرانش هم میتونم تحمل کنم، تازه یه سری بنفیتای بهتری هم دارم، یه سری کانکشنایی هم دارم، خب برمیگردم ایران. اگه نه ببینم اینجا دارم یه پول خوبی در میارم، مثلا پاسپورتم هم داره اوکی میشه، اینم داره اوکی میشه، خب صبر میکنم پاسپورت رو میگیرم، بعد مثلا برمیگردم بعد این کارو میکنم. میدونی الان توی اون فاز دیتا جمع کردن، یعنی شاید این تصمیم که مثلا بگم اوکی من یه 6 ماه دیگه بمونم ببینم مثلا نتیجه کارم اونجا چی میشه، بعدش حالا بیام تصمیم بگیرم بر اساس اون تجربه‌ای که به دست آوردم. حالا برگردیم راجع به اون قسمت خانواده صحبت بکنیم. راجع به کارش که صحبت کردیم، گفتی یکی از دلایلی که تصمیم گرفتی مهاجرت بکنی بوده که یه دوست دختری داشتی که اون مهاجرت کرده بود. انگلیس بود؟ نه اون آلمان بود. بعد میخوام بدونم که این در واقع خودش از جن تصمیمی که گرفتی برای مهاجرتت یه جورایی انگاری کاورش جاه طلبیه، ولی تو دلش هم میگه آقا من یه کسی که دوستش دارم اون وره دارم میرم پیشش. آره اصلا من یه تایمی نشستم به این فکر کردم، دیدم که من اصلا تا قبل از اینکه مثلا با اون آدم آشنا بشم اصلا تو فکر مهاجرت نبودم، اصلا دنبال این نبودم من ببینم آدم‌ها اونور دارن چی کار میکنن و اینا. اصلا برام مثلا خارج فقط همون خارجی بود که همه راجبش صحبت میکردن. و وقتی که مثلا با اون آدم آشنا شدم و اینا، چون اون مثلا 3 تا خواهر بودن، اینا 2 تاشون مثلا یکیشون فرانسه زندگی میکرد یکیشون آلمان، و اون هی میومد از تجربیات و اینا میگفت، خودش هی سفر میرفت میومد میگفت از امکانات و شرایط و اینا، و اینا آدمو خب خودگاه جذب میکنه دیگه. آره و علاوه اینکه اون آدمه رو خب من واقعا دوستش داشتم، یعنی مثلا اینجوری نبود یه رابطه 6 ماهه باشه فلان و اینا، ما مثلا 4 سال با هم دوست بودیم از سن پایین، مثلا 16 سالگی و اینا، و اون آدمه مثلا بعد 4 سال که مثلا ما دوست بودیم رفت آلمان، و منم اینجوری بود که کارامو اوکی کنم مثلا برم آلمان. چند سال لانگ دیستنس بودی؟ 2 سال. یا علی یعنی خیلی سخته نه؟ آره واقعا لانگ دیستنس رو از همینجا به بیننده‌های بس شک نمی‌کنی مثلا یا آقا این الان با من داره چت میکنه، از کجا معلوم؟ اون رابطه که تو 4 سال ببین شناخت داشتم من از اون آدم دیگه تو خانواده، قبل اینکه بره من دیگه 21 سالم بود، من بردمش قشنگ پیش خانواده‌ام، خودم 21 سالم بود. آره یعنی اینطوری بودم که همینه. آره من این آدمه رو واقعا میخوامش، یعنی 21 سالم بود، رفتم با بابام رو داشتیم صحبت میکردیم، رفته بودیم مشهد، بعد وقتی میخواستم بگم بهش صدام میلرزید که مثلا یه دختری خوشم اومده اینجوریه فلان، اگه اوکی شما مثلا بیا ببینیمش. 21 سالم اونم گفت اوکی برگشتیم تهران، بگو بیا، یعنی بگو بریم مثلا بگو بیا خونه. گفتم خونه که حالا الان زیزه بریم یه جا بریم رستوران بیرون والا بیارش خونه. آره بیارش خونه صحبت میکنه نگو حالا ممکن ببینه بنده خدا. و مثلا ما رفتیم صحبت کردیم و اولین باری بود که اونجا بابام
به من گفت باریکلا. یعنی اصلا بابای من آدم تعریفی نیست. بابا گفت تو اینو نبینه من رفت نه نمیبینه، اون اصلا اهل یوتیوب و اینا نیست. حالا میبینی میاد میفرسته تیکه های چقدر خوب اینجا صحبت کردی باریکلا. ولی آره صحبت کردیم و اونجا به من گفتش که باریکلا که مثلا اومدی گفتی و مشخص بوده برات توی این سن و واقعا برام مشخص بود که من این آدم رو میخوام. خیلی حس خوبیه آدم یکی همون اولا پیدا بکنه آره که احساس کنه همینو باشه و اونم برای اونم همینجوری باشه خیلی آسونه به نسبت اینکه تو چند تا تجربه واقعا یه سری شانسی بود. یعنی مثلا من نفر اول برای من بود، اونم همینطور و ما 4 سال با هم بودیم و همه چی رو مثلا اون چالش‌های اول دوستی که مثلا میگذرونی همسن بودیم. من مثلا من کنکور داشتم اون بود، اون کنکور داشت من بودم، من گواهینامه گرفتم اون گواهی زندگی داشت میرفت جلو واقعا. ولی خب مثلا تو دلم خواست واقعا خیلی خوب بود. واقعا خیلی خوب بود. تجربهشو من نداشتم. آره یکی که انقدر دوستش داشته باشم نمیدونم شانسی بود، اتفاق بود، هر چیزی که بود واقعا برای من اینجوری بود، برای اونم میدونم که اینجوری بود. یعنی اعتماده بود، همه چی کامل بود، لانگ دیستنس هم که بوده مثلا 1% ذهنم به اون سم نمیرفت. بعد با خودت فکر نکردی که آقا این که انقدر منو دوست داشت خب به خاطر من میموند، توقع نمیکرد که من به هوای اون برم، اون به هوای من میموند. آره این من خب یه مشکلی که داشتم این بودش، من هیچ وقت به اون نگفتم که نرو، خواهش میکنه نه، چون میدونستم که مهاجرت چیز خوبی هست برای اون. یعنی مهاجرت به اون کمک میکنه که بهتر باشه. خب ولی من هیچ وقت بهش واقعا نگفتم نرو، چون میدونستم که موفقیتش در رفتنه، موفقیت در زندگی شخصیش به رفتن. یعنی به یه حالت عرفانی از رابطه رسیدی که خواسته خودتو فدای رشد طرف کردی. الان یادم میاد واقعا با تمام وجودم می‌خواستم تو داشتی همچین تجربه‌ای تا حالا؟ تو که داشتی عالیه تجربه. من واقعا یادم آره من واقعا یادم نمیاد. یعنی یه نقطه‌ایه که باید بهش برسی و بسته به شخصیت اون آدم نداره. یه موقع هستش که تو یه نفر رو انقدر دوستش داری که حاضری فدا بکنی چیزی که خودت می‌خوای بخاطر اینکه اون آدم خوشحال نه می‌بینی به نظر من یه بخشش هم شانسی بود. یعنی تو یکی رو می‌بینی یهو عاشقش میشی، از قضا اون آدمم واقعا آدم خوبی در میاد از و اونم عاشق توئه. می‌بینی شانس واقعا نمیشه گفت شانسی، بعد چون سنت پایینه نمی‌تونی بگی تو این انتخابو از رو خرد کردی. شانسی بوده واقعا، یه آدمی بوده اومده بعد همه چی خوب، خانواده‌ها شبیه هم، توی منطقه زندگی می‌کردیم مثلا همه چی یهو اتفاقی خوب بود واقعا و دوست داشتنم بود، واقعا بود، زیادم بود و اون آدم مناسبی بود. بعد اون بین دوگانه پیشرفت و ارتباطات و دوستی چقدر ببین اونم بوده که با وجود این که تو بودی خانواده‌اش بوده تصمیم گرفته بره، تو وقتی داشتی میرفتی به هر حال یه اتچمنتی اون ور داشتی که گفتی من برم اونجا باز نزدیک‌ترم مثلا به دوست. حالا یه داستانای دیگه هم از برای رفتن منم خب بود، یعنی موقع رفتن من اون رابطه دیگه تموم شده بود ولی من یه تصمیمی گرفته بودم. یعنی وقتی تصمیم گرفته بودی رابطه بود یا نه؟ ببین تو فرض کن تو میدونی یه آدمی کنارت خیلی دوستش داری و میدونی یه روزی از ایران میره. خب حالا برنامه تو چیه؟ میخوای بمونی اینجا که اون میره پس رابطه قرار تموم شه، یا اینکه تو هم میری باهاش و به فکر یه زندگی هستی که با اون آدم بسازی. خب و اینا هم تو سن پایین ها 16 17 18 سالته، هنوز کنکور مثلا ندی، یعنی نمیدونی میخوای چیکار کنی. خب توی یکی دو سال اول که از من میپرسید من گفتم بابا ما مثلا من نمیدونم چی میشه، من واقعا نمیدونم ما واقعا یه سال دیگه با همیم یا نه یا هر چیز دیگه. و اون خیلی جاها بعد از اون از این جمله بر علیه من استفاده کرد که تو به من گفتی تو که نمیدونی چی میشه آینده. گفتم خب من واقعا اون موقع نمیدونستم. تو 17 سالگی 18 سالگی تو با یکی 1 سال 2 سال دوستی از کجا بدونی که اون آدم واقعا همون آدم است؟ ولی وقتی بزرگ میشی، دانشگاه میری تو جامعه آدمای مختلفو میبینی فلان، میبینی قربون دستت من همین برام کافیه، من تصمیممو الان گرفتم. ولی اون استناد میکرد به اون حرفی که مثلا من تو 17 سالگیم زدم مثلا. خب برای همین اون موقع برام محرز نبود، ولی اون موقع که من رفتم یه دختری رو مثلا به خانواده‌ام نشون دادم، یعنی برای من الان محرز. اصلا احساس میکنم اون جرأتی که من پیدا کردم به خاطر اینه اون ترسی بود که من دیدم این داره میره، گفتم این کارو بکنم شاید مثلا اون ببینه که من که به مام بابات معرفیش کردی تصمیمشو گرفته بود، یه امیدی داشتی که قید رفتن رو بزنه. من گفتم با این کار من اگه بیام معرفی من بیام معرفیش کنم به خانواده‌ام، این میفهمه که ببین من جدیام، من دیگه تصمیممو گرفتم.
شاید اون منصرف شه، شاید احتمال من نمیدادی مستقیم بهش نگفتم، احتمال نمیدادی اون منتظر باشه تو مستقیم بهش آره بگی. آره شاید منتظر، حالا یه بار فکر کنم بهم گفت که من منتظر بودم تو بگی، ولی خب من آدمی نبودم که کلا اینطوری باشم، چون آخه تو خیلی سخته که تو بدونی خب این تصمیم برای زندگی شخصی اون آدمه. آخه 0 و 1 نیست، یعنی راجع به احساساتت حرف نره و زدنه، بمونه. نیازی نیست تو مثلا بگی باید بمونی، ولی اینکه احساستو بهش بگی، شاید یارو میخواسته اینو بشنوه که بگی آقا آره واقعا اصلا دوست داشتم از تو بشنوم. که به معایب درونگرا بودن اینه دیگه، خیلی وقتا خیلی چیزا گفتنش برای سخته، برای همه سخته راجع به احساسات حرف زدن. گفتن یه چیزی که تناقض داره، یه چیزی بین این که این الان برای من خوبه ولی برای تو ممکنه خوب نباشه. میدونی الان احساس من، چیزی که من حالمو خوب میکنه اینه که تو نری، ولی چیزی که برای تو الان تو زندگی شخصیت خوبه اینه که بری. خب من اونجوری فکر کردم گفتی دوست دارم. آره اونا رو خب این بیان ابراز احساسته دیگه. این ابراز احساسه. همین الان این دوگانت هم یک نوع بیان احساسته. نیازی نیست به یارو بگی من ازت توقع دارم بمونی، ولی اینکه بگی من توی دوگانم که دوست دارم پیش رفت. من میدونم اگه بهش میگفتم نمیرفت و نگفتم. البته یه جوری با زبون بی زبونی زوزی کشیدی که مثلا نرو، ولی من واقعا اصلا به هر کی من میگم مثلا تو اون سن من این کارو کردم واقعا پشماش میریزه، چون تو 21 سالته، نه کار داری، نه پول در میاری، نه فلان، هر چی هم داری بابات بهت داد. خب تو این سن تو بعد اونم دعوت کرد، منم رفتم با خانواده اون صحبت کردم، یعنی اینجوری نبود که فکر کنی یه طرفه بود، یعنی یه روز ما رفتیم رستوران، اون اومد و صحبت کردیم و فلان و اینا، یه روزم من رفتم خونه کسی نرفت. نه هنوز به اون مرحله نرسیدیم، ولی آره دیگه. و اون رفت و اصلا اون رفتن یه نقطه عطفی بود برای زندگی من، تو روحیه من. یعنی مثلا اون تایمی که پرفشار کار میکردم یه بخشش فرار از فکر نکردن به این سری اتفاقا بود، فرار از این که تو سر خودتو با کار مشغول کنی. قشنگ از شنبه تا فقط یه جمعه فکر کنم خالی بود، شنبه ها و پنج شنبه ها دانشگاه بودم، اون وسط هم سر کار بودم، عصرش هم کلاس زبان بودم، اون لابلا هم کارهای دانشگاه میکردم. یعنی پر بازده ترین تایم زندگی من بوده قشنگ بعد رفتن اون آدم. و تو اون تایم مثلا دیگه من اصلا از نوشیدنی تلخ بدم میومد، چون دیگه قهوه خور شدم دیگه، مثلا سیگار بکش و فلان و ویسار و این حرفا، دیگه مثلا روحیه چنج شد دیگه، از یه آدم پرحوصله فلان خیلی تبدیل شدم با یه آدم کم حوصله که فقط مثلا چیزه سرش تو کار خودشه و مثلا منی اون شور و شوقه و هیجانه و اینا یه ذره فروکشی. حالا برنامه این بود که مثلا اون 6 ماه یه بار برگرده سر بزنه فلان، که خورد 6 ماه بعدش به کرونا و اونا تا 2 سال نتونستن بیان و مثلا فلان. لانگ دیستنس هم دیگه بالاخره بالا پایین واقعا سخته، یعنی اصلا یه چیز روانی میره رو مخت واقعا، یعنی یه سری جا احتیاج داری به اون آدمه باشی، اصلا تو 100 کلمه باهات صحبت کنه حالتو خوب نمیکنه، فقط میخوای اون باشی. مثلا چه میدونم بغلش کنی، یه مثلا یه 30 ثانیه بغلش کنی، همین، هیچ چیز دیگه نمیخوای. ولی خب نیست، خونمونو نمیخوای فقط ساده. نه بعد واقعا مشکلاتی که با یه مثلا یه حضور یه بری یه قهوه بخوری حل میشه واقعا، ولی ساعت‌ها صحبت کردن شاید حلش نکنه. بعد تو از زندگی اون آدم اونجا خبر نداری، اون از حال و هوا و چالشای تو اینجا خبر نداره و نمیشه. آره واقعا نه که بخوای بگی دیگه، من تجربهش کردم و واقعا سخته، خیلی سخته. و میگم تو اون تایما و اینا یه چند بار هی مثلا مشکل بود و اینا. بعد اون برگشت بعد 2 سال که مثلا یه ذره اوضاع کرونا بهتر شد و اون بعد که به هم زده بودین برگشت. نه وقتی که برگشت تو حالت مثلا دوست نبودیم، ولی مثلا اینجوری بودیم یه پاوزی مثلا داده بودیم و فلان و اینا، ولی مثلا من اینجوری بود که دیگه پلنم از اون جدا کرده بودم، یعنی مثلا دیگه کاملا مثلا ارتباط داشتیم صحبت میکردیم، ولی مثلا خیلی هم مثلا اوکی نبود، جوری که من دیگه داشتم پلن مهاجرتی خودمو میچیدم به کانادا و مثلا دیگه با علی داشتیم صحبت این که من میگم علی بچه‌ها رو رجوع کنم به اپیزود 1 علی رو میشناسیم، مهمون تکراری. آره میگم دیگه هست، من پادکست اون قراره بگیره دستش از این ببر. و پلن مهاجرتی خودمو داشتم میریختم جلو که اون برگشت و مثلا من عروسی خواهرم بود دوباره اومد اونجا که مثلا کل فامیلای ما بودن و فلان، عروسی خواهر من اومد و بودیم و که دیگه دوباره اومد خونه ما و ما رفتیم و فلان. اینا دیگه تصمیم بر این بود که مثلا این بره، این شهریور بره
عید برگرده ما بریم برای خواستگاری. یعنی مثلا این بحث بود دیگه، واقعا داشت پیش می اومد که مثلا من حتی صحبت کردم مثلا دیگه داشتم این صحبت ها بود دیگه، داشت به اینجا میرسید که من مثلا دیگه به علی گفتم مثلا برگشت و دیگه صحبت کردیم، گفتیم بشینیم یه برنامه‌ریزی بکنیم، اگه واقعا اوکی پاش وایسی این قضیه بریم جلو دیگه. همینه، منم تمرکزم میذارم رو آلمان و دیگه واقعا عوض کنیم دیگه، بشینیم اینو بذاریم بیس زندگیمون رو بذاریم این. که اونم گفت اوکی و فلان و اینا و منم مسیرم رو عوض کنم با سمت آلمان. شروع کردم وقت مشاوره گرفتم مثلا برای چند ماه بعدش و زبانم رو دیگه شروع کرده بودم به خوندن و فلان و اینا. اونم رفت، اونم برگشت آلمان تا اینکه من یه سری مشکلات برای خانواده‌ام پیش اومد. من مامانم اینا مثلا بعد از اون عروسیه کرونایی گرفتن که من حال مامانم خیلی بد شده و اینا، مثلا ستون فقراتش نمیدونم یه چیزی شده بود، داشت فشار می آورد به نخاعش و مثلا امکان مثلا قطع نخاعی بود و فلان و اینا که ما دیگه مثلا همه بسیج شدیم. بعد خواهرم هم ازدواج کرده و خونه‌مون رفته بود، یه فشار مثلا روحی که مثلا با یکی بزرگ شی 20 خورده ای سال اون دیگه نیست دیگه، مثلا اتاقش خالیه کلا. این قضایا بود و اونم اونجا تحت یه سری فشارا بود. من یه جلسه مشاوره داشتم با یه وکیل مهاجرت آلمان، قرار بود مثلا بیاد که مثلا ما گفتم قبلش بیا با من صحبت کنیم، من از این چی بپرسم، این نیم ساعت وقت دادیم یه پولی گرفتیم بیا همه سوالا رو بپرسیم که دیگه اطلاعاتون که مثلا جمع شه که من دیگه مثلا کارامو بکنم و اینا. بعد من نمیدونم چرا استرس گرفت. نه اون که تاش به هم میزنه، اون نگران نبود، نمیدونم فرایندش ترسناکه. آره ولی مثلا اون نمیدونم هالووین بود، اون برای اون مشاوره نیومد کامل، مثلا به من زنگ نزد و فلان، یا من بهش زنگ میزدم اون مثلا جواب من نداد و من خودم تنهایی رفتم مثلا یه مشاوره نیم ساعته رو یه رو به جمعش کردم چون نمیدونستم با چی، مثلا پرت بودم تو مهاجرت، واقعا هیچی نمیدونستم و همه حسابم گذاشته بودم که تو اون رفته اونجا داره زندگی میکنه، اون یه سری اطلاعات اون میده، اونم بیاد بگه مثلا من چی بپرسم و چیا لازمه و مدارک و راجع به یه سری ریز جزئیات صحبت کنیم، چون کلا هر کی کلی گویی میکنه تو مهاجرت میخواد پول تو ببره. یعنی هر وکیلی که مثلا میگه اوکی برو با من میخواد پول تو ببره اینطوری، ولی مثلا اگه تو دیتیل بپرسی اون دیتیل جواب بده یعنی که هم اون بلد کارشو و دیتیل رو میدونه، هم تو واقعا تا دیتیل جدی. دیگه اون مشاوره رو نیومد و سر اون من خیلی ناراحت شدم به خاطر اینکه گفتم این من دارم مسیر زندگیمو به خاطر تو عوض میکنم و تو حتی حاضر نبودی مثلا بیای. حالا اونم یه سری دلایل خودشو داشت و دیگه بعد از اون دیگه صحبت نکردیم دیگه، مثلا من دیگه تکست ندادم، اونم تکست نداد دیگه، گذشت تا چند ماه بعدش یه روز تا عیدش مثلا این قضیه ها تو آبان 6 ساله ما دارم خاطره تعریف میکنم خیلی طولانی. 6 ساله آره 6 سال خورده بدون هیچی. آره مثلا مشکلم اینه، میگفتن اگه با من مشکلی هم داری رابطه 6 ساله 6 ماهه که دوست 6 ماه نبود که دوست بودیم، که هر مشکلی با من تو هر جهتی داری من بدون مشکل نبودم 100%. میخوای تمومم بشه بیا یه حرفی بزن. خب اونم ممکنه به اینو به تو بگه، اونم حق داره بگه، ولی من دلیلم مشخص بود که تو نیومدی برای یک ایونتی که برای من خیلی مهم بوده، تو نیومدی، تو جواب تلفن منو ندادی، بعدش زنگ زدی 12 شب که مثلا چی شد راستی مثلا چیکار کردین و اینا، و از یه آدم خیلی مهم تو زندگی من دلم شکسته بود واقعا که بابا من دارم مسیر زندگیمو آیندهمو به خاطر تو عوض میکنم، تو حتی حاضر نبودی بیای به منو تو این مسیر مثلا هالووین پارتی فروختی. آره حالا میگم یکی از دلایلی که مثلا میگم لانگ دیستنس همینه که اون تو حال و هوای هالووین و شاید اون یه جشنی داشته که اون یه انرژی میتونسته بهش اون تایم بده بره، من اونو درک نمی‌کردم. منم اینور توی حال و هوای استرسی مثلا کارم بودم که خیلی برام مهم بوده، اطلاعات جمع کنم، مدارک جمع کنم، ترجمه اگه لازم هست بکنم، آیلتسمو ببینم چه جوریه و فلان و اینا، و این قضیه برام خیلی مثلا مهم بود که اون یهو ولش کرد. برای همین این مثلا قشنگ یه نقطه چیز بود دیگه، یه نقطه بودش که مثلا برای اولین بار انقدر مهم مثلا من چیز شده بودم، مثلا ضربه خورده بودم. برای همین دیگه این جداییه بود و تا عیدش اتفاقی توی رستوران دیدیمش توی ایران. نه بدون هیچی. آره من اون
اومده برای بود همه ایران. هی میگفتی بریم شاندیز گالریا، یه امیدی نه من داشتی شاندیز گالریا چیزمه، پاتوقمه دوست دارم خیلی. البته الان دیگه پاتوقم نیست، می‌دونیم گرون دلیلش شده. ولی همیشه اصلا قبلش هم میرفتیم. بعد مثلا من و علی داشتیم از یه جایی برمیگشتیم از لباسون، با همینجوری تورا بودیم. گفتم خب تو می‌خوای بری خونه، بیا بریم اول یه ناهار بخوریم بعد بریم خونه. یه رفتیم اونجا ناهار بخوریم، اتفاقی اونو دیدیم، اونم اومده بود با خواهر من مثلا صحبت کنه سر یه چیزی. من خواهرم اول دیدم، بعد گفت مثلا این اومده و اینجا و اینا. دیگه سر اون همدیگر دیدیم و شروع کردیم یکم صحبت کردن و اینا. بعد اون موقع هم دیگه من تو این فاز بودم که یه بگاهی خیلی زیادی رو تجربه کرده بودم که این آدمو بذارم کنار، دوباره همون سیستم همیشگی سر خودمون رو با کار مشغول کنیم، تایم آزاد با دوستا، زبانمون هم که مثلا دیگه گرفته بودیم و دیگه داشتیم کار می‌کردیم و فلان و اینا. دیگه از اون قضیه رد شده بودم، 3-4 ماه گذشته بود و دیگه داشتم به روال عادی زندگیم سعی می‌کردم برگردم، با اینکه واقعا هزینه روانی زیادی داده بودم، ولی دیگه داشتم برمیگشتم به اون قضیه که دیگه دیدیمش اونجا. شروع کردیم همون فقط یه ذره صحبت کردیم و فلان و اینا. اون کلیت حرفش این بود که بیایم یه شانس دیگه بدیم. منم حرفم این بودش که تو یه کاری کردی که من چشم میترسه، میدونی من چشم از این میترسی که تو چالش‌های بزرگ که خیلی برای من مهمه باز ول کنی بری. خب و این خیلی برای من مهمه. بعد اون روز صحبت کردیم، تمام شد رفت. شبش به من تکست داد که مثلا بیا صحبت کنیم و اینا، که فرداش دیگه من رفتم صحبت کنیم و کل قضیه از این قرار بود. منم بهش گفتم که ببین من الان مثلا پلن مهاجرتی مشخصه، اینجاها اپلای کردم که اون توش نیست. چرا؟ یه دونش بود، یه دونه گزینش بود ریجکت شد و معلوم نیست اصلا ما بخوایم پیش هم باشیم و فلان. الکی دوباره وارد یه لانگ دیستنس بخوای شروع بکنی دوباره، چون تو که اونجایی منم الان اینجام، هنوز معلوم نی، نه پذیرش دارم نه هیچی ندارم، معلوم نی اصلا بشه نشه، همون کانادایی اصلا معلوم نی بشه، نه مثلا انگلیس معلوم نی بشه، نه آلمان. قبول داری به نسبت یه رابطه 6 سال خیلی بیش از حد چوسکی تموم شد؟ آره. یعنی یه دلخوری تمومش آره نه من خودم پشیمونیم اینه که اون باری که برگشت مثلا دیگه صحبت این بود که اوکی کنیم، من این فرصت رو میدادم، ولی خسته از اون لانگ دیستنسه که دوباره ممکنه بری توش و دلت از اون آدمه شکسته است و استرس اینو داره که من یه زندگی با این شروع کنم و این دوباره تو اون لحظه های مهم، تو اون چالش های مهم، چون زندگی من همین جوریه و قراره همین جوری باشه دیگه. تجربه کردم دیگه، هیچ وقت قرار نیست خوب باشه بیاید روی متوسطی بمونی، میرید تو بگاهی میای خوب میشه، میرید تو اصلا از بچگی اینجوری بوده، ما وضعیت مالیمون هم مدلش اینجوری بود. علی هم که الان چند ساله با ما دوسته میدونه که همینجوری، یه روز خیلی خوبیم با یه ماشینای خوبی میاد، یه روز پول حساب هم نداریم بدیم مثلا مجبوری با مترو بری یا فلان بکنی و همیشه اینجوری بوده و من به این مدل زندگی عادت کردم. مثلا یکی از دلایل این که من کارآفرینی و یا استارتاپ رو دوست دارم به خاطر اینکه همین مدلی یه روزی خوبه یه روزی بده و منم دیگه به این عادت کردم و یه آدمی میخوام باشه که تو اون پایینا هوا رو داشته باشه، اون بالاها من هواشو دارم واقعا، یعنی هر ساپورتی که بتونم بکنم تو اون وقتی که اوضاع خوبه میکنم، تو اون اوضاع بدم تو هوای ما رو داشته باش، رد کنیم بر مثلا ایدئولوژی می و چشم ترسید و اون موقعم توی این حال و هوا بودم که دیگه کندی و کلی انرژی گذاشتی و فلان و جدا کردی مسیر تو دیگه، داری زندگی تو میکنی، یه مسیر جدیدی رو انتخاب کردی دیگه. من قبلش همیشه اینجوری بودم که فقط با کسی هستی که دوستش داری، فقط کاری رو میکنی که دوستش داری، زندگی بر اساس اون چیزی بودش که بر اساس فقط دوست داشتم بود. کاری رو بکن که دوست داری، اگه دوستش نداری انجام نده. با کسی باش که دوستش داری، اگه دوستش نداری نباش. یا توی هزار تا چیز دیگه. و تو اون بازت به این رسیده بودم که چون داشتم یه کاری رو میکردم که دوست ندارم، خیلی مرتبط با مثلا برنامه نویسی و اینا نبود، ولی با یه تیمی بود که دوستش داشتم و اون پول خوبی بهم میداد و دیدم خب اوکیه، مثلا من کاری رو میکنم که دوست ندارم ولی داره پولش خوبه مثلا. و مثلا به این موقع داشت ایدئولوژیم از این عوض میشد که حالا 100% هم دوست نداشتی مهم نیست، ولی بعدش اگه بنفیت هایی بهت میده که با اون میتونی کاری که بکنی دوست داری، همون بحثی که اولش کردیم، باز انجام بده. اون همینا رو هم به خودش گفتم یعنی من توی این دنیا فکر نمی کنم بهتر از تو بتونم کسی رو پیدا بکنم، اینو بهش گفتم. ولی الان برام این نیستش که حالا حتما با اون کسی باشم که واقعا عاشقشم.
خب همش بهترین لول هنوزم باشه. یعنی اون احساسو داری بهش؟ نه الان از جهت اینکه یعنی اشتباه کردم نه دوستش داری؟ الان آره هنوزم هست. اصلا به خودش هم گفتم اصلا تو دوست داشتنه که شک نکن، یعنی به اون که شک نکن، چون اون که اصلا از بین قرار نیست بره. ولی حالا شرایط جامعه و روزگار یه جوری که ما نمیتونیم الان خبر داری ازش تو رابطه؟ آره 3-4 ماه یا پیش نه؟ باش صحبت کردم. آره اون توی رابطه است. اوه آره و یعنی یا حضرت عباس. نه خیلی میدونی درد این داره. چیزایی که گفتم همه رو خودش میدونه، یعنی چیز آره خاصی نه آخه تو حالا ما باید جمعنی هم بکنیم چون باید آره. یه ویدیو، ولی تو این الگویی که به من توضیح داده بیشتر خودتو داشتی قربونه میکردی تو رابطه، هم وقتی که داشته میرفته دوست داشتی بگی نرو، نکردی خودتو سرکوب نه کردی، اشتباه زیاد کردم. هم بعد یعنی از اینکه ناراحت شدی آره. ابراز نکردی نه ناراحتی الانم تو. پشیمونم از اینکه همون موقع که مثلا صحبت کردیم کاش مثلا قبول میکردم و ما برمیگشتیم و یه کاریش میکردیم. خب یعنی چون اون موقع هیچ سولوشنی نداشتم برای اون ارتباط، گفتم دوباره وای لانگ دیستنس و دوباره فلان و دوباره اپلای کن، دوباره زبان آلمانی. ببین آدم میره دوباره تو یه سری چیزا باز میشه که توش عدم قطعیته و تو رو میترسونه. تو میگی خب اونو ول کن بچسبیم به اینا که قطعیه، به اینی که ما الان اینجاییم کارمون اینه، زندگی هم ممکنه همین پیش بره، ممکنه به اون نرسیم، پس چیز نداره. ولی خب دوست داشتم، یعنی تو شرایطی که الان هستم دوست داشتم اون باشه که کمک بکنه واقعا به من. ولی خب نیست دیگه، یعنی اذیت دارم میشم، اشتباه کردم ولی پذیرفتم که اشتباه کردم دیگه. مثل همین مهاجرت، یعنی بگو خوردم کجاست میگه حاضری بزنی دیگه. آره اگه واقعا باشه حاضرم. حاجی خیلی صحبت جالبی بود. فدات شم. ببخشید که زیاد شد، ما قرار بود یه ساعت من بیشتر فکر کنم صحبت تو هیچ کنیم. اپیزودی نبوده انقدر کم حرف بزنم. خوب بود. شاید من خیلی زیاد زهر نه یعنی اینکه تونستی منو خفه کنی خودش یه یه امتیازیه، یه ستاره دستاوردیه دیگه. اونجا نتونستی به اون بنده خدا حرفتو بذاری ولی خوب دهن ما رو بستی. آره خب ما بریم راند دومو بگیریم. بریم خب دمت دمت گرم. گرم حاجی.